رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سلام علیکم و رحمت الله و الیکم و رحمت الله. خود او در مورد قانون و اطاعت آن چگونه اطاعت میکنند و اینکه قانون و قانونمندی در کشور ما با کدام اندازه و با کدام شکل تا با امروز ادامه دارد. و در مورد قضیه های عمومی که قانون یکی از مسائل مهمی هر یک دولت و دولتداری و مجتمعی که در آن انسان زندگانی میکند و میتوانند که آنها در اطاعت کردن از قانون دولت خود و این قانون را که دولت میگذارد که توسط پارلمان کشور به تصویب میرسد آن قانون را اطاعت میکنند و اطاعت کردن آن قانون دلالت از آن میکند که شکل حمایت به تماما با نیستی یا اینکه در درجه زیرسی قانون برای پادشاه، برای پرزیدنت، برای عائله پرزیدنت، برای سروزیر، برای وزیر، برای کارمند عادی، برای دهقان، برای کارمند کژکپ، برای ملیسا، برای امنیت کاملا یکسان است. هیچ تغییرات به یگان نفر که شهروند اون کشور است استثنایی در اون وجود ندارد غیر از افرادی که اونها دخل ناپذیری دارند و افرادی که اونها دخل ناپذیری دارند اون افراد را قانون مسئولیت برای اونها گذاشته است تا اینکه مبادا یگان جنایت بالای آنها صورت میگیرد یا اینکه آنها جنایت صورت میگیرد بعد قبل از بازداشت آنها باید از پارلمان کشور اجازت گرفته شود و همون مسئولیت داخل ناپذیری مثل آنها را از بین برده شود و لغو کنند و بعد از آن بازداشت روی آنها صورت میگیرد. در غیر این صورت حقوق بازداشت شخصی یعنی دارای مسئولیت و دارای داخل ناپذیری امکان مثلا وزیر وزیرها مثلا میتواند که نماینده پارلمان دپوتات اینها امکان و حقوق بازداشت اونها خودسرانه وجود ندارد چون اینها افراد هستند که زیر مسئولیت و زیر یعنی که حفظ و حمایت دولت قرار دارند. رحمانوف و ماده پیشگوی ملت یعنی پرده پیش نموده است که پرزیدنت است پیشگوی ملت است از صلح و وحدت نمیدانم که فور گور است و حقی بازداشت امام رحمانوف و حتی افراد او را وجود دارد. شخصی معین که یعنی که رئیس شعب دوشنبه بلند شگان مسئولیت معین نیست ولی یعنی رئیس پارلمان کشور شخص دوم داخل ناپذیری خلاص یعنی افراد دیگر ولی اینها هم چنین نیست که قانون را اطاعت نکنند اینها هم باید قانون را اطاعت کنند و از قانون اصلا باید بیرون نهند و در حالت جنایت انجام دادند اگر بخواهند که بازداشت کنند یعنی که دولت بازداشت کند مثلا رستم یا عضو یا یک نفر باید از پارلمان اجازت بگیرد که یوسف رحمان اجازت گرفت در مورد بازداشت کردن سید جعفر عثمانوف اگر همتون در خاطر داشته باشید اول آمد از پارلمان اجازت گرفت که فلان جنایت رو انجام داد بعد از اون بازداشت صورت گرفت یعنی گویا یک دولت است که قانون و قانونمند است و همه آن عملهایی که انجام میدهد اونها یعنی که طبق قانون صورت میگیرد طبق قانون عمل کرده میشود. در این مسئله است که قضیه واقعا هم یک قضیه خیلی پیچیده و سر و این یک دروغی محض است امکان ندارد که رحمانوف یگان کار و یگان عمل او یعنی طبق قانون باشد و طبق قانون عمل کند. ممکن است بعضی از بیننده ما در قضیه های قانون و قانونمندی سوال میکنند که همین قانون و چرا همین قانون منفعت دارد چون که باید هر یک قدمی ما شده بودیم اولین قانون ها در تاریخ بشریت یعنی که 1750 سال قبل در اولین قانون شده همین قانون حمرلی بود که یعنی که همون حمورابی یعنی با زبان انگلیسی کد حمورابی است و زبان یعنی قانون حمورابی یعنی یاد میشود. قانون از 282 ماده عبارت بود که یعنی بای مثلا در مورد جنایت ها در مورد مالکیت در مورد ازدواج در مورد حقوق زنان و کودکان معاملات تجارتی همین ها در این یعنی که قانونی که
1750 سال قبل از میلاد یعنی که به تصویر رسیده بود. این در یعنی سنگی از تالی نوشته شده بود که یکی با البته با که نوشتی مهدی بود که با خط میخی نوشته شده بود و یک نسخه آن فعلا در کتابخانه لوری پاریس به حال نگاه بینی می شود که البته افرادی که در پوزیش هستند در اروپا هستند. خوب واقعا نمیدونم امروز صدا نیست. صدا هست فعلا یا نه؟ خب من نفهمیده هستم ایزابراژن یا نیست شد. بله میدونیم ایزابراژن یا نیست شد. صدای من چگونه؟ صدا خوب نیست. حالا هم صدا خوب نیست. کامل کریموف صدا خوب است یا صدا خوب نیست؟ برادران گرامی همینجا اشتگی هستید نویسید. وقتی که میگم از آغاز که نویسید صدا خوب است یا صدا خوب نیست، اینکه مشکلات روبرو نگردیم. بازی خوب است یک کس می‌نویسه، با یک کس دیگه می‌نویسه که صدا خوب نیست، با یک کس دیگه می‌نویسه که صدا خوب است. دیگه نمی‌دونم که ما کدوم تا بگیرم. با هم خاطر نویسید خودتون که ما قضیه را کامل بفهمیم که صدا خوب است یا خوب نیست. حالا فعلا بحث کنار بگذارید با این فقط تنها در مورد صدا نویسید که صدا فعلا خوب است یا اینکه خوب نیست. صوت شد، خوب شد. خوب، بله. خوب، دیگر ادامه همون چنانه که گفتیم در قضیه قانون هایی که نوشته شده هستند، قانون های قبل از میلاد نوشته شده، قانون همون یعنی در بابل، پادشاهی بابل که یکی از قدیمترین قانون ها قانون حموربی است که در 1754 میلادی نوشته شده است در عراق امروزی و از 282 باب و ماده عبارت بود که از قانون مورد جنایت ها و مالکیت ها، ازدواج و حقوق زنان و کودکان و معاملات و تجارت یعنی که معروف بود و با خط میخی نوشته شده است و این فعلا میتوانید در موزه لوری پاریس آن را ببینید که چگونه همین یعنی که در یک سنگی عجیب نوشته شده است که میتوانید آن را ببینید و کدامی که در اروپا هستید از اولین قانونی نوشته شده یعنی که همان است و این چنین در عصر میلاد میتوانیم قانون‌های نوشته شده یعنی که پس از تولد یعنی که حضرت عیسی یا قانون‌هایی که پس از سال‌های خب ما فعلا در سال 2025 قرار داریم یعنی پس از همین میلاد عیسی مسیح
یعنی که قانون هایی که در مثلا ریم نوشته شده بود و این قانون هم قانون هایی که 529 530 535 به همین شکل بعد از میلاد، یعنی که امپراتور یوستینیان که یکی از بزرگترین امپراتور بزرگی روم بود که تمام حقوق‌های معاصر در اروپا را در بر می‌گیرد و اکثری کشورهای اروپایی هم این قانون هم قانونی مدنی خودشون گرفتن که بعد از آن میتونیم بگیم که همین قانون فعلا قانون گرجدنی یعنی یوستینیان مینامد. اگر حالا فعلا بعد دقت بکنیم حتی وزارتی چی میگن وزارت عدلیه یا یوستیس میگن، اگر دقت داده باشید جوستیس یعنی که از همون که گفته شده است یعنی که یعنی کد یوستینیوس یا که مثلا به همین شکل. پس میتوانیم بگیم که این دومین قانونی بزرگ که نوشته شده گذشتش 1754 قبل از انقلاب بود که اون دلالت بر همون وضعیت و حالتی که در اون یعنی که زمان داشت و بعد از اون 529 530 534 میلادی که از طرف یکی از پادشاهان روم نوشته شده بود که امپراتور یوستینیان یک و دیگر قانونی عمومی شد که از همین قانون ها می توانیم بگیم که قانون گذاری های اروپا از جمله کشور فرانسه یعنی که حتی در همین قضیه کد ناپلیون هم او را نام کردند قانون های شهروندی کشور که دولت اروپا یعنی که فرانسه نیز نامیده شدند که این خودش دلالت بر یعنی چی میکند اطاعت کردن از قانون‌ها تا به امروز ادامه شده. اگرچند که بازبینی ها در اون چیزی که برای ملت و مردم یا اینکه اگر اون چیزی نشدگی باشد وضعها صورت میگیرد، اما در اصل ببینیم همه اون چیزی که از همون آغاز نوشته شدگی بود تا به امروز هر شکلی که هست یعنی که ادامه پیدا میکند. این مسئله همین بود. و دیگر چیزی که باید هر یک مسلمان از آن آگاهی دارد پس از نزول قرآن و مبعوث شدن محمد صلی الله علیه و سلم و پیامبری، قرآن نازل گشت که قرآن قانون خدا در زمین توسط محمد صلی الله علیه و سلم برای بشریت و برای تمام آنانی که به این دین پیروی گشتند از طرف الله سبحانه و تعالی و توسط جبرائیل امین توسط یعنی این ملک و رسول اکرم فرستاده شد که محمد صلی الله علیه و سلم اونا برای تمام افرادی که او بودند و تمام مناطقی که امکان انتشار این دین الهی داد هر شکل انجام داد و این را می توانیم بگیم بزرگترین قانونی که در عصر هفت یعنی که با زمین آمده تا با امروز 1400 سال بیشتر است که یعنی که این قانون قرآن و تمام آن چیزی که 500 آیت احکام است که قرآن عبارت از بیش از 6236 که خب دیگه 6666 خیلی که در تاجیکستان میگن، خب عبارت از آیت های متعدد و با یعنی پاره ها و سوره ها و یعنی شأن نزول ها در هر مسئله که هست الحمدلله قرآن تمام ابعاد داخلی و خارجی و آن چیزی که مربوط به انسان است، آن چیزی که مربوط به حیوان است، آن چیزی که مربوط به جمادات است، آن چیزی که مربوط به عالم سیاره و آن چیزی که مربوط به کهکشان ها، همه آن چیزی که در دنیا وجود دارد میتوان اون را در قرآن پیدا کرد. حالا که بسیاری از سوره های قرآن هستند تا و امروز با شما بخوانیم که رسول اکرم از آنها برای ما خبر داده بود، در حالی که از وقوع بسیاری از آنها حتی رسول اکرم خودش یعنی همچون میرسونید، ولی واقعیت هایی که در اون 1400 سال پیش یعنی که بود ما و شما امروز با عیان با شکان سر یعنی که حالات را میبینیم و از یعنی که این کتاب آسمانی لذت میبریم که چگونه کتابی است که
برای ما تمامی منشوره حیات و زندگی ما بود و هیچ ظلم در قرآن نیست. ما میتوانیم در قرآن در یعنی که 500 احکام است و 3000 حدیث که احکام است. البته قرآن ببینید همقدر کتاب یعنی که داره مثلا 300 چند صفحه یا که 600 صفحه و خوب 300 ورق، ولی در عموم بگیرید نگاه کنید 500 تا احکام داره، یعنی 282 تا مثلا وقتی که قانون جوستینیوس نویسش مثلا که قانون هایی که هست سال میبینید خوب در دوران مثلا مغول بگیریم چگونه بود و بعد از اون در مورد یونانی که روم ببینیم چگونه بود و بعد از اون دیگر ببینید خبر حاکمیت های یعنی که در دنیا ادامه پیدا کردن. قانون و منشأ زندگی قرآن کریم کتابی آسمانی بود که با اونها حکومتداری کردن، با اونها یعنی 500 ساله ها و 700 ساله ها حکومتداری کردند و مردم را با کتاب آسمانی و آن چیزی که شریعت اسلام یعنی که گفته است طبق در دنیا یعنی که قرآن کتابی که جایگزین تمام قانون‌های دیگری که بشر اونها را وضع میکند حاکم بود و ها یعنی که طبق اون قانون منشوره زندگی خود را پیدا کردند. خوب این یک گوشه کوتاه بود در قضیه یعنی که قانون و قانونمندی و پیدایش قانون که خب او قدر مشکل نیست. اول از یعنی که معلوم که از کجا پادشاه بعد از اون یعنی که پادشاهی روم و بعد از اون خب نزول قرآن خب 1754 قبل از میلاد 534 یعنی که بعد از میلاد و بعد از اون دیگر سال یعنی که 700 و چند خب دیگر معلوم است که با میلاد اگر حساب کنیم از میلاد رسول اکرم پس از 40 سال رسول اکرم مبعوث و پیامبری شد و قرآن کریم نازل بر اون گشت که یک قانونی به الله مردم و هیچ ظلمی و هیچ کجی و هیچ تغییری و هیچ اعوجاج در قرآن در کلام الله وجود ندارد که تا این در دستان ما هست و آن را تلاوت. خب اکنون قانون تاجیکستان که امام علی رحمانوف یعنی که اون باید که چیکار کند؟ حمایت. مثلا ما اینجا از نگاه تاریخی به خاطر فهمیش مردم گاه ها قانون و قانونمندی صحبت میکنیم، ولی برنامه منبر مواجد برنامه نیست که برنامه علمی از نگاه علمی تا اینکه من برای مردم یعنی که با نقطه با نقطه اون که در مدار قانون و قانونمندی است یا که در مورد یوستیتس و عدالت و مربوط به یعنی که مسائل علمی است ما دیگر صحبت نمیکنیم. ما با همون زبانی که با یک مهاجر عادی امکان فهمیش آن دارد، یک زنک، یک کمپیر، یک میسفید، یک جوان که یعنی که از دولت امام رحمان دیگر امکان تحصیل کردن در یعنی که مکتب و دانشگاه اینها نداشت، برای اون با زبان اون باید صحبت کنیم تا اینکه اون وقت قانون میگه که قانون ها یک تاش اون بوده است و موضوع هر دولت قانون اساسی خود دارد، ولی تنها به خاطر فهمیش همین را باید بفهمید که قبل از میلاد 1754 یا که 50 و بعد از اون یعنی که پادشاه روم در این قضیه یعنی که 529 534 بعد از میلاد و بعد از اون دیگر یعنی که قانون اساسی اسلام که قرآن بود بعد از مبعوث شدن رسول اکرم این قانون الهی بود که بسیاری از کشورها را طبق این کتاب یعنی که حکومترانی میکردند. منشوره حیاتشون حیات تمام مردمی که در اون عصرها بودند یعنی که چی از خلافت‌های عباسی و چی از خلافت اموی و چی از خلافت عثمانی و چی از یعنی که خلافت‌های ایوبی و این دیگر هر یعنی که حکومتداری که در دنیا گذشت و خلافت‌هایی که بود و گذشتند همه همونها یعنی که طبق همین عمل میکردند. یعنی این دلالت بر آن میکند که اونها با این راضی بودند و این قانونی است که که از جانب الله برای بشریت فرستاده شده است. خلاص ما در تاجیکستان سرقانون داریم و آن سرقانون حامل امام علی رحمان است. موضوع ما همین است. مثلا رسول اکرم قرآن بر او نازل شد، درست الله برای او معین کرد که 5 وقت نماز بخواند.
می‌کردم تا اینکه توجیک بیشتر بفهمم. عربی توجیک عادی یک زنک بیشتر بفهمه که رحمان رو چه جنایت داره. و رسول اکرم 5 وقت نماز برای ما یعنی که از قرآن آورد و اون وحیی که برای او الله داد، ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. الله در قرآنش رو گفت اون چه که یعنی که پیامبر برای شما داد بگیرید و ما نهاکم عنه فانتهوا. اون چیزی که شما گفت که نکنید پس اون کارو نکنید. این سخن الله و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اون از پیش هوا و حواس خودم گاب نمیزنم، این یا وحی بود که از جانب الله اومد، یعنی که من به واسطه وحی گاب میزنم. یعنی که الله در حفظ و مسئولیت کتابش اشکارا گفته است که لا یمسه الا المطهرون. یعنی که منظور اگر تفسیر آیاتی که بگیریم از آسمان تا زمین، یعنی که این افراد پاک آوردن، یعنی که جبرائیل امین یا این که ما و شما در دنیا حتی حالت غیر وضو مصحف اجازت نیست، یعنی که باید ما وضو داشته باشیم، چون این کلام الله است و کلام الله باید یعنی که برای شخصی پاک اون بخاطر. خلاص دیگر در یعنی که قرآن میگن شک نداریم در هیچ کلمش، در هیچ حرف، در هیچ یعنی که گفتارش، در هیچ نقطه و هیچ یعنی که پیش زیر زبرش. پس رسول اکرم 5 وقت نماز ما همین میگیریم تو اینکه برای شما پرتر شود. این از دیگه روانشناسی من با شما صحبت دارم. همین نمازی که 5 وقت نماز است. خب که با بعضیا بحث میکنن که در قرآن در اونجا یعنی که وقتای نماز آورده است و بین یعنی که بیگاه با 3 وقت بعد از اون رسول اکرم اینا با 5 وقت یعنی که از جانب الله وحی معین یعنی که صبح، ظهر، عصر، شام و خفتن یا عشاء. همین 5 وقت نماز رسول اکرم 3 وقت و 2 وقت میخوندش، یکی 2 وقت میخوندش. در همین وقتی میپرسنش که اوخی رسول اکرم خودت یعنی که نماز 5 وقت گفته ولی 2 وقت خوندش، من محمد باید همین خیلی 2 وقت نماز بخونم. یعنی همون مردم خودشون در همین رسول اکرم پیغمبر بودن همین دیگر یعنی که چیکار میکردن، یک نماز میگفتن چه پیغمبر الله هست، این معصوم است، این یعنی که حاشا لله که رسول اکرم چنین باشد. من برای شما این مثال آوردم تا اینکه چهره کسی رحمان رو معین کنم. ولی رسول اکرم همه اون چیزی که الله براش گفت انجام داد بدون اینکه گناه اول و اخیرش بخشیدگی بود. رسول اکرم شب تا صبح نماز میخوند و ام المؤمنین عایشه صدیقه میگفت ای رسول اکرم تو به جانت رحم که ای رسول اکرم پاهات از نماز خواندن ورم کرده است و جان خود شفقت کن. افلا اکون عبدا شکورا میگفت آیا ما بنده شکرگزار خداوند نباشیم. محمدی که گناه اول و آخرش بخشیده شده بود ولی هیچ کار نکرد که خلاف آن چیزی که الله براش گفته بود و مصداقیت اون وحیی که براش بود و قرآن کتاب الله برای محمد جاودان تا روز قیامت مثبت است و هیچ اعوجاج در اون نیست و هیچ کجی هم در محمد صلی الله علیه و نبود و نیست. حفظ کرد منظور یعنی همه آنچه در قرآن بود اونه یعنی که عمل کرد حتی اتاه الیقین تا اینکه مرگ برای او رسید. ببینید که یک نفری که حامی قرآن الله هست. نحن نزلنا ذکر و انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون. الله سبحانه حافظ ذکر حافظ قرآن خودش است. در هیچ شک نیست. و ببینید که رسول اکرم اصلا پا از اون که در قرآن الله براش گفته است یعنی چرا؟ چون که قرآن کتاب جاودانه خدا و محمد پیامبر الله و فرستاده الله با زمین و اون چیزی که برای ما انجام داد یعنی که شبش با مانند روزی ما بود، روزی ما با مانند یعنی که نمیدونم در کدام وضعیتی که ما و شما در این حالتهای بدبختانی و در این حالتهای وضعیت بد زندگانی داریم. ببینید که یعنی که تطبیق عمل و آن قانونی که خودش آورد یعنی که انجام داد. ببینید که رسول اکرم وقتی میگن که تو بچه رئیس قبیله است، ای محمد باید که بیا دوست شما بریم، چی میگه؟ الله بنت فاطمه بنت محبت اگر دزدی کنه لقطعت یدها دست میبرم. یعنی رحم نیست گفت برای من هیچ وقت در مسئله اونچه که قضا یعنی منظور از مسائل یعنی که حکم هست، مسائل حکمی هست، مثلا الله در قرآن یعنی که حکم دزد این است باید اون کار شود. الله گفته حکم زانی این است الله گفته حکم
قاطع الطریق این است. الله گفته حکم شخصی که مثلا زنا میکند، دزدی میکند یا شراب مینوشد یا اینکه مثلا هر عمل انجام میدهد حکمش معین است. پس من از اون بیرون عمل کردن نمیتونم گفته که بچه فلانی بیا این نکنیم. این دلالت بر چی میکند؟ دلالت بر آن میکند که یعنی که تطبیق همه آن چیزی که از جانب الله بود مطبق میشد و هیچ تغییری در اونها در عملکرد رسول اکرم دیده نمیشد. پس این چی است؟ از عدل رسول اکرم و از یعنی که عمل کردن اون چیزی که الله سبحانه و تعالی برای پیغمبر گفت عمل کرد و ما هم اون گوش داریم و اطاعت داریم. اگر رحمان و فقی کفیل سرقانون است، کفیل یعنی که باید که اگر یگان گپ شود امام رحمانوف تماما حق ندارد که همه آن چیزی که یعنی که سرقانون کشور میگه چی او جنایت رستم کرده است، چی آزادش کرده است، چی قیل اسبش کرده است، چی قیل سگش کرده است، باید که حتما در جواب بده. چی دامادش کرده است، چی نبرش کرده است، چی زنش کرده است، چی جهمنش کرده است، کسی کرده است که شهروند کشور است، باید حتما او در پیش قانون جواب بده. ولی آیا تا امروز عزیز ما و این جنایت دادگیش زن رحمان جزاد شد؟ نه. رستم نه، یعنی آزاده نه، یعنی شورخ جورای بچهش نه، اسماعیل نه، اشرف دامادش نه، پروینه نه، تورا یعنی که فرزانه، یعنی همه همین هایی که جنایتکار دخترها و بچه ها و داماده و شمسلا و یعنی که همه همین ها آیا در نزد قانون اینقدر جنایت های انجام میتین یگان بار جواب گفتن نه. پس این دلالت بر عدالت رحمانوف میکنه یا بر ظلم رحمانوف؟ پس این دلالت بر حمایت سرقانون کشور میکند یا اینکه یعنی که امام رحمانوف سرقانون کشور اصلا رعایت ندارد و اصلا این یعنی سرقانون رحمانوف نادیده گرفته است و اصلا برای او اندیشه ندارد. فقط در نزد رحمانوف چی است؟ برای جزا دادن شخصی که یعنی که مثلا در اونجا ماندگی ماده 307 برای افرادی که عملهای اکستریمیستی انجام میده، مثلا محمد اقبال چه عمل اکستریمیستی انجام داده است؟ متأسف که رحمانوف تو دزدی، تو غارتگری، تجاوزگری مرحبا ببرو یک گپ زن وزیر عدلیت ببرو با من صحبت کنه تا اینکه ما صحبت کنیم در مورد قانون، در مورد قانونمندی در این صحبت کنیم تا اینکه ملت و مردم ببیند که یوسیس رحمانوف برو در نزد ملت و مردم از پیشوای ملت حمایت کرد. یعنی وزیر داخلیت، وزیر امنیت، آیا اینها مداری حمایت را در نزد همین افراد ملت دارند؟ زدگیشون گپ نمیزنن، مهم نیست. مهم همین است که تو رعایت ندارید همه آن چیزی که در سرقانون کشور آمده است. ولی چرا دروغ را 8 نوامبر روز سرقانون جشن میگیری یا که روز پرزیدنت یا اینکه یعنی گپ دروغ میزنی و استراحت میتی مردم و با شکل گویا که مخیل دولت تاجیکستان دولت حقوق بنیاد دموکراتی یگانه حقوق حقوق دهقان رعایت است، حقوق دکتر رعایت است، حقوق معلم رعایت است، حقوق نمی یعنی دولت حقوق بنیاد است. نامی زیبا موندن یعنی برای چی دروغ میگوی و برای چی میخواهی که در چشم مردم خاک شوی؟ هر دو قانون ماده قانون از طرف تو و عائله تو رعایت یا حمایت یا اینکه پایمال نشده است. والله حانیسی است که رحمانوف تا امروز یگان ماده قانونی که در سرقانون کشور هست به خاطر رعایت کردن و به خاطر حمایت کردن آن هیچ کاری نکرده است. یعنی عمل کردن طبق و که مراد سرقانون کشور آن باب‌هایی که در قانون‌های یعنی که کنستیتوشن نوشته شده است در سرقانون اصلا توسط رحمانوف و عائله او رعایت و حمایت و یعنی که طبق اون عمل نکردن و تا به امروز هم این عمل ادامه دارد. این دلالت بر چی میکند؟ دلالت بر آن میکند که کفیل سرقانون یا کفیل قانون یعنی که شخصی است که دزد است. کفیل قانون شخصی است که قانون رعایت نکرد و رعایت کرد هم نیست. همین است بدبختی این ملت، شخصی که اصلا نه در فکر قانون و قانونمندی است برای او گذاشتن چی؟ یعنی که یک شخصی که گویا که اون حمایت میکنه. مثلا گرگواری در مابین گوسپاندو بدرود گوسپاندو را نگاه کرد، شما فکر داره که گرگ گوسپاندو را نگاه میکنه. مونوف
адапеши гир брай як намони бугӯш ки қонун ту бояд ягон гӯспанда ягон гап нагӯй, бояд ягон кор накунӣ. Гиркай Раҳмонов гирк аст ва оилаи ӯ будаи гиргоҳ ҳастанд, ки ин миллата дар оддитарин вазъият мехӯранам, яъне ки ба бадтарин вазъият оварда қароршон медиҳанд. Пас чӣ гуна мо шумо метавонем як гирга ҳафили қонун кунем? Оя Раҳмонов ба ҳама ҷиноятҳое ки Исмоил кард, ягон бор ба ҷавобгарӣ кушонд, ба ҳама ҷиноятҳое ки Шамсулло соҳибов кард, домодаш кард, бо фирмаи Фарос, оя ба ҷавобгарӣ кашида мешавад? Не. Муҳибби номардбошу зиндабош ва ҳама ҷиноятҳое ки дар Қабодиёну шаҳри Тузу Бишкент ёки Носиров анҷом дод, оя ба ҷавобгарӣ кашида шуд? Не. Оя ҳоҷи Раҳматиллои Хисрубачаи Сабзибадастест, оя бо он ҷиноятҳое ки анҷом дод, оя Эмомалӣ Раҳмонов ба ҷавобгарӣ кашида шуд? Не. Оя Ҳасан Асадуллозода бо ҳама он ҷиноятҳое ки анҷом дод, ҷиноятҳои дуздӣ, ғорат, аз пул, аз мол, аз тамоми он чизҳо, оя Раҳмонов онро дар назди қонун ҷавоб дод? На. оя ҳоҷи Амрулло ки дар Данғара номуша гирифт, бачааш дуздии 3 моҳаи, яъне ки барқи 3 ноҳияро дуздид. барои чӣ? Ба хотири биткоину чоп кардану ба хотири ҳамин чизҳо. оё муҷозоташ кард, номуша гирифт? барои мо чӣ фарқ дорад ки ту номи киро мегирӣ? Ту номи Қутбуддина мегирӣ ё Маҳмада мегирӣ ё Аҳмада мегирӣ? барои мо ягон арзиш надорад. оё дар баробари ном гирифтанат Раҳмонов ба ҳамонҳо муҷозоте шуд аз тарафи давлат ва тибқи қонунҳо амал кардан? Не. оё Амрдин нақш шуд, яъни азизмои газетхона ки гӯспандора аз Фархор аз Мусаввир гирифт 400 гӯспанда овард, оё муҷозот шуд? Нашуд. оё одаморо парон, яъне ки дар вақти тилло гирифтану дар вақти тилло кофтану дар Данғараву ҳаминҳо муҷозот шуд? яъне ки ҳамин Нақшов, Амрдин Нақшов нашуд. Чаро? Чунки мо ҳазорҳо ҷиноят Фаридуни Набират 4 нафара зад кишт, бачаи озода, муҷозот нашуд. Рустам чӣ қадар духтаракора кишт, чӣ қадар қатлу кушторҳои муайян дорад, магар муҷозот шуд? Муҷозот нашуд. оё ҳамаи инҳо далолат бар ҳифз ва ҳимояи сарқонун аз тарафи Эмомалӣ Раҳмонов мекунад, ё ин ки ин ҳама амалҳое ки мо гуфтем далолат ва нишонгари он ҳастанд ки Эмомалӣ Раҳмонов аслан кафили қонун нест, балки даррандаест ки ҳар моддае ки дар қонун ҳаст онҳоро поймол мекунад. танҳо татбиқи оно барои мардуми оддӣ, барои мардуми камбағал, барои мардуме ки онҳо яъне ки бешорат дар як вазъияти бад зиндагонӣ дорад, ҳатман бояд ки чӣ кор кунад? бо як вазъи баде уна яъне ки ба ҳамин ҳолату ба ҳамин вазъият бояд биёрад бирасонад. пас ин далолат бар чӣ мекунад? Далолат бар риоят нашудан, бар ҳимоят накардани сарқонуни кишвар аз тарафи Раҳмонов мекунад. пас чӣ гуна мову шумо эътимод дорем ки Раҳмонов сарқонуни кишвара ҳимоят ва уна риоят ва тибқи он амал ва сарқонуни кишвар мавриди ҳимояти Эмомалӣ Раҳмонов қарор мегирад. ин миллат ва ин мардум дигар осуда ҳастанд ки мо пешгоҳӣ дорем чун Раҳмонов ва ҳимоят мешавад, яъне ки сарқонуни кишвар ва ҳеҷ ҷинояте анҷом намекунад. масалан мо хурсанд мешем ки дискаклубо барҳам мехӯранд, яъне ки барҳам хӯрдан дигар коре мешавад. ҳадаф аз ин барҳам хӯрданҳо зери назорати муҳибби номардбошу зиндабош даромадани яъне ки ҳамин дискаклубо буданд. карои дискаклуб наздики навори канори муҳибби номардбошу зиндабош нашр мешавад ки мебинед. яъне ҳадаф аз баста шудани 17 та дискотека дар Душанбе ба хотири полный рост дар итоати муҳибби номардбошу зиндабош тамоми дискотекаҳои дискаклубҳои дар коррупсион будагӣ ҳаст. яъне ин як чизе аст ки аввал маънош мекунад, баъд уна мегирад қонунӣ дар дасти як нафар аз афроди оилааш қарор мегирад. ин далолат бар он мекунад ки яъне шахс як шаҳрш дорад ки масалан як гӯспандака мерава даҳани гир халосш мекуна. вақте ки даҳани гир халос мекуна меорашу баъд мега соҳонгоҳ кор бар ҳалқаш бинолид, яъне ки даҳани гир гӯспандака халос карда бад хорчара гирифт дар ҳалқаш бимонун файк бикушмаша гӯспандака хӯрдание ки мега гуфт ки охи чӣ имрӯз мана ай чанголи ҳамун гир халос кардӣ? мега охи хай гир мехӯрдад. хай мега гир мехӯрдум ту мана халос кардӣ, ман фикр кардам
یعنی که او من حمایت میکنی. من نفهمیدم که هم گرگی من تو دسته، یعنی که جنگل گرگ من خلاص کردیش او آوردی خودت من خود نمیشین فایده داره برای من که تو من از جنگل گرگ خلاص کردی، تو من از چی خلاص کردی. یعنی این یگان معنا برای من ندارد. پس من میفهمم که اون گرگ من توی. ولی این ملت باید بدانند که رول و قانون حمایت نمی کردگی و شخصی که قانون اطاعت نمیکننده همه رحمانوف است و هیچ وقت کفیلی در قانون این کشور نمیتوند باشد. پس این ملت و این مردم باید به وضوح آشکارا بدانند و بفهمند که امام رحمان امکان ندارد که کفیل سرقانون و حمایت کننده سرقانون کشور برای شهروند این کشور باشد. چرا؟ چون که امام رحمان شخصی نیست که اون حمایت قانون یعنی که بتواند کرده و اون برای ما و شما عمل کردهای انجام دهد اون به منفعت این ملت و به منفعت این مردم بتواند باشد. پس ما و شما یگانه راهی که داریم اون چی است؟ اون یعنی که این کثیفی بدگاه را از این مقام و از این وظیفه‌ای که فعلا او دارد باید که این ملت به شکل او را کنار کند تا اینکه تواند شخصی که کفیل قانون و امکان حمایت آن چیزی که در قانون کشور در سرقانون کشور آمده است و اون عمل کند. در غیر این صورت وضعیت ما و شما باور کنید نه با اون شکلی که یعنی که ما و شما فکر داریم که آینده خوبه داریم ما اینا نمیبینم و من با وضوح میتونم گفته که این کار یعنی که عاقبت خوبه ندارد. بقای رحمان در قدرت هر چقدر که رحمان در قدرت بیستد همان قدر برای ما و تو برای آینده این ملت و وزمین ترین وضعیت و حالت ها ادامه کردن حال ما و تو از هیچ تغییرات صورت نمیگیرد و امکان ندارد که وضع ما و تو یعنی که بهبود بخشد وضع ما و تو به خوبی انجام دهد. خوب به قضیه حمایت نشدن و کفیل سرقانون نبودن رحمانوف و رعایت نکردن بندهای این صدبی سرقانون کشور دلالت بر آن می‌کند که رحمانوف شخصی نیست که حمایتگر این قانون و حمایتگر این یعنی که قانونی که برای ملت میتواند یعنی احوالی بیارد نیست. و این قانون ما در مورد سرقانون کشور چیزی گفتیم مثلا همین ماده 307 که هزارها آدم از زندانی کرده است این برای اون نیست که لوگو سابقه برای زندانش که این فقط همین یعنی که با منفعت خودشان حل کردن همین قضیه است. دیگه قضیه یگان وضعیت دیگری وجود ندارد. ما چقدر قانون‌هایی که در همون یعنی که کودکس جنایی وجود دارد رحمان و همون را با همین ماده 307 دولت جدید ما که باشد همین ماده 307 میسته ولی میبینیش میخندید ولی همین ملت میبینند همین ماده 307 بود میخندند این چی ماده بوده است. وقتی ماده 307 با شخص زده می شود واقعا یک شخصی که اون جنایت کند اون بازی او یک آدم پرزیدنت آینده محمد اقبال یا آدم بازی محمد اقبال گپ زد باید او 307 ماده تروریسم خوی ملت شود یا با دولت این ملت خیانت کرده است. محمد اقبال یعنی نوفی زمین پرزیدنت شده است بعد وقتی که آدم انتقادش کرد باید با ماده 307 بزنیم و زندانیش کنیم. همین است. همین باید در یک قدم بفهمه در یاد بگیرید که انا همین کارهایی که رحمانوف انجام داده است ماده ها مشکل ندارد. مشکل در رحمانوف است، مشکل در سودیه ها است، مشکل در یعنی که امرها و فرمانهای رحمانوف است. باور کنید در قضیه سودیه ها هر روز برای ما معلومات ها در قضیه سودیه ها میرسند. والله قسم از سودیه هایی که مثلا در پرکرولی وقت قربان گرفت دیگه که یادون کار کرده است شان شرفش نمی و انا فلان انا بهمدون انا ایخل اگه اون نفرم پرکرولی که تو کار کرده ایسن من نمیدونم که پرکرولی تو مملکت ملت مردم کار میکنن یا نمیکنن. خب پرکرولی بلد قربان ببینیم که بلد خطانه که ناو گرفتی موندش ایش کم میکنن یا اینکه بعضی از سودیه و سودیه چاکورا گرفتی باز کردی بعضی از افراد یعنی اینها فکر مشکل در اینها فرمان نیست، مشکل در فرمانی غلط رحمانوف است.
مشکل این ملت، مشکل قوای قضایی این دولت این ملت در دوشی فرمان غلط رحمانوف است. شما یک کار کنید که همین آدم زندانی شود. انا همین از بدبختی حمایت نشدن قانون یسر خانم. وقتی که در کشوری که ادوکات نیاز به ادوکات دارد، دیگر ما چی گفته میتونیم در قضیه اون نفر؟ یک دولتی که ادوکات نیاز به ادوکات دارد، یک کشوری که محامی یا حمایت کننده یک شخصی که خوب به هر شکل گویا که جنایت کرده است اون نیاز به ادوکات داشته باشه. یگانه دولت است که ادوکات ندارد. روسیه به همون دولتی که باز هم چیک خیلی هست ادوکات مورد احترام قرار دارد. ادوکات به شکل یعنی که کارهاش 60-70% میتونه پیش بره ادوکات. یعنی ادوکات به شکل آزاد است در بسیاری از کارهاش. اگر همین نوع قانون‌های جنگی و قانون‌های در وقت جنگی است که مشکلات امکانی وجود داشته باشد، ولی در تاجیکستان امکان ندارد که یعنی که ادوکات آزاد باشه و بتونه ادوکات حتی در سود زیر یعنی که حمایت کنندش نمیونه اشتراک کنه، میگه فلان باشه در سود اشتراک میکنی، اگر بیرون برو دیگه زدی فلان میکنیم. یا که ما ادوکات همین آدم باید ما ایرا حمایت کنیم، باید کپوی را برورم در بیرون در پیش کشت برو مشکل سیر دولتی است. سیر دولتی چه؟ این فقط زن رحمان حقارت کرده. سیر دولتی این سیر دولتی نیست. عزیز ما را حقارت کردن سیر دولتی است. زن رستم حقارت کردن سیر دولتی است. نه همین چیکاره که شما تجاوز میکنید مردم از سیر دولتی نیست. همین زن رستم و زن رحمان و عزیز ما را حقارت کردن، زن سامان حقارت کردن یا انگار سیر دولتی نیست. فقط همین قبوله که باید پیشوای ملت قطعی زن رستم، قطعی زن شورخ، زن یعنی که بخچه و زن یتیم و یگان گپ نگه تمام. ما ولی وقتی که گفتیم جوش سیری دولتیه، جو سیری دولتی است که یه آدم نزدش رو دروغ قرار برن میگه که ادوکات پیش میره میگه این سیری دولتیه، سیری دولتی باید فوش نشه. این ما سیری دولتی داریم. این من محکمم زیری تدابیر شدید امنیتی و زیری اینکه پوشیده باید باشه، یعنی زحمتی باید باشه، آشکار محکوم نکنید. محمد اقبال صدرالدین شما را با ماده فلانی با کدام جرم؟ با جرم این که پیشوای ملت امام علی رحمانوف فلسطینا و گفته پور مریم گرسوخته در بگیره، انا برای تحقیر این ماده فلان شما را به خاطر اینکه عزیزموی گازت خنک مون کردید، ولی او عزیزمو اسدالله وای یا سعدالله وای و همون خاطر با شما را با انا این ماده شما گفته که رستمی گرچی و رستمی گنگک و رستمی فلانی و همون خاطر رئیس پارلمان کشور و رئیس شهر دوشنبه رو یعنی که چون گفته با این ماده شما رو محکوم میکنیم. همین آشکارا گفته نمیتونن و باید همین زیری یعنی که چی میگن زیری درهای بسته محکوم کنن. من بعد از اون بگن که خلاص دیگه ادوکات میگن گپ نزن، نگو گپ نگو، خلاص این فلانی بود. بعد 29 سال از آزادی محروم شد. بعد دستور گفتم روتوسیا با سود ما برای تأخیر کردن سوریه و پس زدن شان و شرف سوریه باز 5 سال دیگه ادامه یعنی که محکوم کرده شد. هر اکو پاجیز دینی باید تو برای زندان بشیم. این همین است. یعنی یک اقتباسی کلی از محکوم شونده هایی که پشتی یعنی که زیر حکم های محکمه های غیر عادلانه رحمان رو محکوم میشوند، پشت درهای بسته گویا که اونها در اونها سیر نهفته است و این محکومیت دارای سیر هست، در حالی که گپی که محمد اقبال آشکارا در برنامه‌اش گفته است یعنی سیر نیست. رحمانوف گفتن جنایتکار سیر نیست. رحمانوف گفتن که تو دزدی سیر نیست. عزیزمو گازت خنک مریم گورسوخته گفتن عزیزموی فلانی آزاده فلانی خیلی است تخمینه کلیوپاترا فلانی اینو کجاش سیری دولتی هستند که باید با زیری یعنی که درهای بسته باید که من محکوم شد، در حالی که همون خیلی هستن. من آزاده خیلی است گفتم خیلی است است و من گفتم تخمینه کلیوپاترا نیست. کلیوپاترا عزیزموی گازت خنک میگم، عزیزموی گازت خنک نیست، عزیزموی گازت خنک یعنی که چی را گفتم که من نیستم همون خیلی همین ورا خودتون میدونه، همتون میدونه که همین تخمین را میدونه چخیله، اوضاع را خودتون میدونه چخیله، خودتون میدونه که پروینه چخیله، خودتون میدونه روشنا چخیله، خودتون میدونه فرزانه چخیله، خودتون میدونه عزیز ماش کو میکنه، خودتون میدونه که مثلا رستم یگان با گفتم یگان گپی که یعنی که تهمت کردگی باشم، نه حاشا لله من حق ندارم و امکان ندارد که یعنی که الذين يرمون المؤمنات المحسنات هیچ کس حق ندارد که زن مؤمنه محسنه را تحقیر کنه با زنا. ولی وقتی که من میدونم که اینا یک افراد هستن که فاحشه هستن،
یعنی که اینو فاحشه هستند. همون خاطر گپی گفتم کجا دنگ سیر دولتی وجود داره؟ اگه سیر دولتی نیست دوستان گرچک میگن کجا سیر دولتیه؟ اگه سیر دولتی اینجا نهفته نیست. پس پشت درهای بسته محکوم شدن به حکم آیا این از روی عدل از روی قانونی یعنی که کد جنایتی جمهوری تاجیکستان هرگز نه. چرا؟ چون که نمیخواهند ندارند دیگر عیب نامه که عیب برای افرادی که اونها آشکارگو هستند دیگر ندارند، یعنی ماده و حکمی که اونها محکوم به زندان کنند. در حالی که یعنی که من همیگه با گفتم بعد محمد بن صدودی من خدمت فرستم کسگر نه یعنی برده شود محکوم به زندان شود برای نمیگه پوش من دیگه گناه ندارم. ای ملت ای مردم من دیگه گناه ندارم. گناهی من امین است که واقعیت ها را گفتم نوشتم براتون رساندم براتون کار کردم براتون کار کردم براتون گفتم براتون هر چی امکان دارد انجام دادم. دیگر من جنایت نکردم. من یگان جنایتکار نیستم. من یگان آدمی نیستم که یگان جنایت قادر باشم به انجام دادنش. پس برای چی باید من محکوم به زندان به ابد شم و با زیر میله‌های بسته و زیر درهای بسته محکمه و دادگاه و ادوکات من حقوق بیرون برآوردن حکم من به بیرون ندارد؟ چرا؟ چون که اون میدونن که اون ماده ها تماما به منفعتی یعنی که به اون سکتور من به ضرر حکم کردن اونها به منفعتی من هستند. امکان ندارد اینها را یعنی که آشکار کردن. اما خاطر باید ادوکات من تماما خبط گپ نزنه و بگن که این درهای بسته شد تا محمد بن صدرالدین داننده سر دولتی بود. داننده میدونید که عزیزمو چی میخورد، میدونن که چی میخورد، میدونن که قدمش کم میکرد به اون سر دولتی داشت. دیدم ببخشید زاویراجین همون اینای زنی پای زناتون سیر دولتی یعنی اینکه شما سیر دولتی را در هم جمع میدونید. سیر دولتی در دیگه جمع نمیسته یا اینکه فقط همون سیر دولتی در همون کجای همون که آزاده و در کجای عزیزما و در کجای زن رستم و در کجای یعنی که پروینه و روشنا و در همیان یعنی که سیر دولتی در هم جمع میشن. سیر دولتی نیستن اینا را اگه خیلی سیر دولتی نگی اینا سیر دولتی نیستن. تحریر امام علی پشت درهای بسته برای سیر دولتی است. محمدزاده زندانی می شود پشت درهای بسته سیر دولتی است. فلانیش پشت درهای بسته زندانی می شود برای سیر دولتی است. اینو دولت به چی میکند؟ اینو از چی میگویند؟ این همی گپ چی معنی دارد؟ معنی این گپ همی است که یک دولتی است که تماما رعایت حقوق بشر و قانون اساسی کشور اصلا حمایت و حفاظت و زیر سرپرستی او قرار ندارد و قانون اساسی کشور تدنیس از زیر پا شده است و هیچ یعنی که اولویت و برتریت در اون قانون دیگر ندارد. میتونه بگیم که قانون اساسی کشور پایمال شده است و غیر قابل تصور است که اون یعنی که حمایت و رعایت شود یعنی واقعا درست همون کار شده است. پس ملت مردم باید بفهمند سر قانون تجاوز شده قانون اساسی کشور اسیر و در اساس یک نفر رحمانوف و افراد دیگری یعنی سگ خوب و اخلاق روز سرارو قرار دارند که اینها هم مشون انا همین تجاوز کنندگان و تدنیس کننده انا همین سر قانون کشور است و رحمانوف هیچ وقت سر قانون کشور اطاعت نکرده است. رحمانوف هیچ وقت اطاعت کننده سر قانون کشور هم نیست. پس ما از آغاز پیدایش قانون تا امروز براتون گفتیم که قانون از کجا پیدا شد، چگونه آمد و واقعا هم سر قانون کشور یکی از قانون‌های یعنی بهترین قانون هاست. هیچ مشکلی در اون وجود ندارد. مشکل در فهم و درکی رحمانوف پدر لعنت کرده الله مادر به خطا رفته گوری مریم است. از قانون هیچ مشکلی ندارد. ماده 307 یگان مشکل ندارد. ماده 307 افرادی که با چنین عملها انجام میدن ولی یا آدمی که محمد یعقوب صحبت کرده است یا آدم گشت یعنی که عزیزهای گازیتخانه 307 بزنید یا آدم گشت گفت که یک گپ گفت که خب دیگر اون کجاش با ماده 307 اکستریمیست تروریسم ارتباط دارد یگان ارتباطی ندارد. این دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر این میکنه که یعنی که سر قانون کشور
و قانون‌های جزاور که در تاجیکستان یعنی که کفیلش رحمانوف است، اون وظیفه ایمانی و وظیفه یعنی که برای همون است، یعنی که این وظیفه پرزیدنتی حمایت کند و کفیل سر قانون است و کفیل رعایتی همه بندهای اوست. پس کاملا رحمانوف عمل ندارد و فاقدی صلاحیت است و ما نمیتوانیم بگیم که قانونی سر قانون کشور ما شده و چنانه که قرآن ما محفوظ است، اگر چند رحمانوف خچه بشه ولی قرآن ما محفوظ است، الله خودش وعده به حفظ اون داده، ولی سر قانون کشور رحمانوف که کفیل او هست خودش رعایت نمیکنه. سر قانون رعایت کنه، باید امردی نقش ها زندان کنه، باید امیرالله رو باید برای زندان کنه، اخلاق چنین بچهش از زندان کنه. ما ببینیم که یعنی واقعا رحمانوف رو انجام داده است دیگه خشتاش ترسن دیگه دزدی نمیکنه، شرکتی یعنی تشکیل میکنه برای افرادی که فرق میدزدن در حالی که بر دزدای اساسی اولای خطر. چگونه شما میتونید که در این قضیه یعنی که واقعا هم دروغ نگفته بگه که همین کار نمیشه است؟ انا این است بدبختی، انا این است بدبختی. و اگر در یعنی که برنامه اخبار آزادی و دیگر خبرگزاری ها اهمیت و دقت میشه، نامه سرکشاده به دونالد ترامپ نوشته بودیم در مورد اینکه اموال رحمانوف یعنی که در سفر امریکا قرار دارد 5+1 یعنی که در آسیای مرکزی با شمول ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان، افغانستان و قرقیزستان در امریکا شرکت دارند روز ششم و هفتم که با دونالد ترامپ. اما از دونالد ترامپ که سه حرکت سیاسی طلب نمودیم که چی باید در قضیه زندانی های سیاسی چنانه که تشبسه که بلاروسیا یعنی که انجام داد، همین ترامپ انجام داد آزاد کردن زندانی، در تاجیکستان هم همین کار انجام کرد. ولی میبینیم که واقعا هم وقتی که من بعضی وقت گپ میزنم بعضی میگن که نه و این شخص است، بالا میخوام نظر ملت مردم در همین قضیه باید که دقت جدی بودن. اون چی است؟ رحمانوف با مانند سایر پرزیدنتان دیگر آسیای مرکزی در واشنگتن قرار دارد. درست است. گپ زدنی این سودش دیده یکون کپی نیست. گپ زدنی یعنی که پرزیدنت ازبکستان دیدی یعنی چگونه گپ زد، چی گفت، یعنی که میرزیویف یعنی دقیقاً شما کاری کردید که پرزیدنت دیگری آمریکایی نکرده بود. کاری تو بسیار کاری خوب بود. دونالد ترامپ است. پرزیدنت قزاقستان شرطنامه $1 میلیارد و خوب دیگر بعضی از کارهایی را که باید انجام دهد حتی در بسیاری از شرطنامه‌های اشتراک کند، یعنی توقیف میتونیم. تاجیکستان چی شرطنامه کرد میدونید؟ تاجیکستان چی گفت که من امو جلوش سمالیات را حسن گفته است که چند تا سمالیات دیگه برای سومون ای را باید گیریم بریم بوینگ 737 اون التماس چند تا سمالیات بوینگ 737 باید گیریم بریم برای حسن پرزیدنت حسن شکربا دامو حسن دادن در کره سمالیات التماس که دونالد ترامپ سمالیات را کنیم که با یعنی که سومون ای این یکم گپش بود و این گپش سرما داریم مثلا سرما را یک کار که رحمانوف علیه یا بار میره پیریخ یا سرما میگو یا بار دیگه میره سری قاورت میگو یا خود داده دو سرما را گرفتن هر شکل کار دارن به هر شکل ای طرف وقتی فوتسن ایس با افغانستان ایس با که آمریکا خاطر با مثلا کم مثلا سرما گیبارش پوتین گفته بود باشه بیرش کنه. نمیدونم چی معنی دارن این نمیدونم معنی رحمانوف کیه و دیگر مسئله کی بود اون کس برای مسئله امنیتی گرفت نظر نه قفان کردن پوتین ای فانکری فهم بیدوشه در این
تو راست افغانسی میگفت راست افغانسی انا که با کی فانکانیه ترامپ فانکانیه مثلا امنیتی رول باید بزنیم رحمون جو که بوداش الله هم میدونه آدم دستش میگه ای خدایا میمارم امنیتی بیا امضا کنیم این پدر نعمت بسیار به ایمونه اخی نخو میمارند می امنیتی به امریکا برای چی یکی هم تو هدف از مسئول امنیتی افغانستان میدونم طول خود جورشن یکم پرابلم نداره با اونو چی کار کردنی همین که قزاق نگفت قرغز نگفت ترکمن نگفت هم ترکمن ای ترکمندی مرز داره هم ترکمن مرز داره با همون طالبا نگفتش بکم مرز داره نگفتش چو تو همیشه مسئول امنیتی باید که اپسانه کدمی چکار کردنیه رحمان فکر فکر داره کدمی چکار کردنیه ترسیده سه مقصد سختر زدگی اما خاطر باید مثلا سرما رو مثلا امنیتی باید گپ میزنیم بعد گپ میزنیم اینه میه یگان گپ رحمان یگان جونه داره چوب لعنتی حیوانی ولد زینایی یگان چیز از دستش نمیاد نه کفیل سرقانونه نه حمایتگر سرقانونه نه با سرقانون این کشور خدمت میتوند بکند هیچ کار نمیکند رحمانوف چرا هدف و مقصدش ظلم و شکنجه کردن این ملت است غیر از این دیگر کار رحمانوف ندارد پس شما هیچ وقت رحمانوف کفیلی یعنی که حمایت سرقانون ندانه و دانستن این کار حمایت است چرا چون امکان ندارد که یک شخص جنایتکار کفیل سرقانون باشد پس دیدیم که در امریکا نه فقط در اونجا کوچیکو را ظلم دارن پرابلم رفته است یک کلمه گپ نمیتونه بگه فقط گپش برای چی است به خاطر امنیتی که افغانستان که مشرک بخواد پنچه کروش یگان پرو نکنه افتاده پدن حالا دیگه یگان گپ دیگه نداره ولی کارش فقط رمیه یگان راهی دیگه رحمان جز از شیطنت بدمایوسی و بدبختی نداره سرما سرما را بیا بخرد گیبرر ترامپ و دیمش باید که مسئله قضیه یعنی سمالیات بوینگ 737 برای شرکت حسن پلیز یاد کن کندر کنه و دیگرش اونه که امنیت یا گم کاری دیگر جز همینا ندارم فقط رحمون فی پدنگلت خوش امنیتیه یعنی خوب ملو امنیتی و یک گم چیزی دیگر جز از امنیتی ندارم که این هم نشت علالت برچی میکنن در یعنی که قریب و شکستی رژیمی رحمون میکنن تو بیننده عزیز گرامی با هر شکلی که بود نبود الحمدلله برنامه‌مون اینجا با پایان منظور که پایان رسید هر چیزی که گفتیم در قضیه های یعنی که آن چیزی که مربوط به ملت و مردم است الحمدلله گفتیم و این وضعیت و حالات های دیگری زیادی در اختیار داریم یعنی که معلومات های مثلا چیزای زیادی نسبت به مثلا دیگر عملکردهای اون چیزی که در کشور میگذرد الحمدلله برای ما میرسد در این یگان یعنی که چیزی وجود ندارد اما یگانه چیزی که برای ما مهم است انا همین یعنی نو کفایت بودنی یک شخصی که خودش کفیلی یعنی که امنیت و کفیلی سرقانون میداند در حالی که هیچ خدمت به این سرقانون هیچ خدمت به این یعنی که ملت مردم ندارد و حالا هم دروغ میگد ولی کارش فقط به خاطر یعنی در قضیه امنیتی من قطعی صحبت دارم در قضیه بوینگ باید برای مسئله یعنی که اویلما در مسئله حسن اشکانبه سومون ایر باید باشه مسئله سرما که اونم مسئله اویله است اون قضیه همه کاری که سفر رحمانوف با امریکا فقط تنها به خاطر منفعت اویله خودش بود یعنی رحمانوف یگان کاری در این سفرش برای عمومی ملت منفعت نداشت سومون ایر یعنی برای تو چی فایده داره سوال آیا بلیت ارزان میشود آیا لادرونی سومون ایر همون تخمین همون شکای تعمیرش میکنه یک چیزی پانک زمین در زدگی را میمونه میخریش
هم با فایده تعیین سرما در فلان عزیز ما و رستم زنگ رستم همینا چی فایده داره برای همین ملت، برای همین مردم؟ اون فایده نداره. درست مثلا امنیتی برای من چی فایده داره؟ اون فایده نداره. پس همین سفر رحمان رو برای ما چی فایده داشت؟ هیچ فایده نداشت. برای چی؟ به خاطر اینکه تنها برای منفعتی اویله خودش رفته است. و ما اون چیزی که طلب کردیم در مورد زندانی ها امیدواریم که ترامپ میرسانش و قضیه را میبینن. در غیر این صورت امکان ندارد که یعنی که این قضیه نیست که دیگر مردم و ملت از آن آگاه نباشند. خب بله. خوب بیننده عزیز و گرامی، وضعیت و حالت واقعا به همین شکل و به همین یعنی که نوع ادامه دارد. البته در قضیه همه آن چیزی که در آلمان یعنی که میگذرد برای ما معلومات های گوناگونی هم یعنی میرسند و ما در قضیه های دیگری که از آلمان میرسد در مورد سفیر، در مورد کنسول، در مورد امید، خب در مورد بعضی بزغله‌هاش معلومات زیادی میرسند به ما که در این یگان شک و شبهه‌ای نیست. و الحمدلله بعضی حالت‌های میشوند که بعضی وقتها شهادت بعضی از برادران علت و سبب میگردد که بعضی از بزهایی که در آلمان بودند و آشکارا دیگر دعوت میکردند که به تاجیکستان مردم بروند، دیگر نمیتونند آشکارا مردم به تاجیکستان دعوت کنند. چرا؟ چون که کشتن روان کردن یعنی که برای در تاجیکستان که برای میکشند، یعنی ایش معلوم است. پس این کاری که انجام شد در یعنی که تاجیکستان با سید اعظم، این یعنی که خیلی تأثیری منفی و بده برای یعنی که بزغله‌هایی که در آلمان بودن رساندگی است. چرا؟ چون که وقتی که اینها این گپ اعلان میکنند، گپ میزنند که مثلا بیاید تاجیکستان برای پاسپورت بگیره بیاره، یعنی همه قضیه را نمیتونن دیگه اعلان کرده، به خاطر که یعنی میفهمند که کاری که دروغ است و کاری که یعنی که شیطنت است. اون چیزی که دروغ هست در حال آشکار می شود، اون چیزی که شیطنت است در حال آشکار می شود، اون چیزی که اون یعنی که میتوند که یعنی که به وضعیت به شکل یعنی که کارش انجام بتید، پس یعنی که اون تغییر میخورد. امکان ندارد که هیچ چیزی یعنی بدونی چی میگن، بدونی عمل کرده که انسان انجام میتید بدون جواب باشد. هیچ چیزی در دنیا بدون پاسخ و بدون یعنی که جواب نمیتوند باشد. بدون جواب امکانی شدن آن وجود ندارد. پس ما و شما باید چیکار کنیم؟ قضیه را تنها و تنها باید که بله خب ما و شما تنها و تنها باید فهمیش و وعی سیاسیمون بیشتر شود. فهمیش و وعی سیاسی ما چگونه بیشتر میتوند باشد؟ یعنی ما قضیه را باید دیگر ببینیم. همین رحمانوف رفت تو باید نگاه کنی چیکار کرده است اویلش خودش. پس دیگر صبر کردنی من تا در این قضیه امکان ندارد که یعنی که به منفعت ما تو باشد. این همین گفته استیم آشکارا همین آزادی رمان همین گپایی که من گفته استم نشنویدی شو بگو که نه این گپ دروغ میگه. همیشه میگه یعنی که رحمانوف گفته است برای سرما، برای دیم مسئله یعنی که بوینگ، مسئله دیگرش مسئله امنیتی. یگون گپ دیگه نیست اوجا، تمام یگون گپ خبر دیگه نیست. پس چی فایده داشت همین سفر رحمانوف؟ یعنی که مثلا منفعتی که برای این ملت برای مردم سرماش به تو فایده داره نداره؟ یعنی که مثلا امنیت و دروغه، یعنی که هدفش چیکار کنیم که همین قدرت بسیم که نه یعنی چیکاریم نکنن گفته برای همین قیس اوزو یعنی که رستم جانش خیلی برارم قدرت مونم همه همین ها یعنی که هدف چی است؟ هدف شیطنت و هدف باقی ماندن در قدرت است که ان شاء الله هر کسی که یعنی که من عاش فی شیء مات فیه، هر کسی که در چیز زندگی کنه در همون چیز میمره. میتونه در مبارزه زندگی کنه در مبارزه میبری و فکر که در پیش خداوند مبارز محشور شه. انا اجریت
ها یعنی که خرسند میشه که در مقابل یک پلیدی کثیفی مادر به خطا رفته ابله من مبارزه بردم الحمدلله الله کشتم اینا خستم یک چه شرفه ولی تو چاپلوس باشی و هم تا چاپلوس زندگانی کنی و هم تا چاپلوس خداوند بخزونه چخله اوی باور که چاپلوس ها تو فر نداره چاپلوس است همین یعنی که مقعد لیس تو برادر متحابان فی الله از چاپلوس فرق داره یعنی که دو برادره که 100 برادر 1000 برادره که یکدیگرشون به خاطر خدا دوست می‌دارد اونها زیر عرش الله روزه که یعنی که هیچ سایه نیست جز سایه عرش او میخیزند در این هیچ شکی نیست متحابون دوست می‌داشتگی افراد یکدیگرش به خاطر خدا تو بد می‌بینی به خاطر خدا بد ببین دوست نداری به خاطر خدا دوست بدار در این هیچ مشکلی نداری ولی چاپلوس فرق دارد چاپلوس از شخصی که اون یعنی که دوست می‌دارد یکدیگرش به خاطر خدا یعنی که اون فرق کننده است فکر که خداوند را چاپلوس کونلس بخیزاند من عاش فی شیء مات فیه چاپلوس فرق ندارد چاپلوس کیه چی است کجا را میلسه کی را میلسه خیلی میلسه زونش خیلی میبره میلسه او فرق ندارد چاپلوسه یعنی که چاپلوس میخیزید یا اینکه مرد میخیزی یا چاپلوس میخیزی یعنی دوست داشتن حمایت کردن احترام کردن این جای خود چه داره ولی چاپلوسی جای خود چه داره چاپلوسی تو چاپلوس میخیزی این فکر نکنی که تو چاپلوسی یعنی که رب لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى یعنی که این مسئله نیست که تو در دنیا حقیقت کور بودی ندیدی الله سبحانه و تعالی وقتی که انسان میخیزه در روز قیامت کور و میگه خدا من تو شو کور آفریده من کور نبودم در دنیا میگه در دنیا آیات های ما آمد به تو ندیدیشون انا که امروز ما تو ندیدیسم نمیفورم ببینم همون خاطر یعنی که چاپلوس بودن کاری یعنی که مردان نیست مرد واقعیت همه فهم قبول میکنه در غیر این صورت قبول نمیتونه کرده هیچ چیزه پس نباید که غلط بفهمید پس نباید که یعنی که اون چیزی که میگذرد از اون بیرون بشه خب در مسئله بزها معلومات واقعا زیاد رسیده است کارهایی که امید کرده است کارهایی که دیگرش کرده است همه معلومات در مسئله علم رسیده است یعنی بزا میتونیم بگیم که الحمدلله این قضیه سید اعظم ضررشون تمام شد با ضررشون بود و این به فایدهشون نمیدونیم یعنی بزا به یک شکل یعنی که نیم کلا شکست شدگیان نیم کلا شکست از نگاهی که دیگه نمیخواهند با سفارت بروان همکاری کنن یعنی که با سفارت همکاری کردنشون نمیخوان برای چی به خاطر اینکه فهمیدن که دروغ میگن فهمیدن که سفیر ممکن دروغ نمیگه مقصد آی رو وعدش میکنن یا کنسول ولی رحمانوف دروغ میگه ولی پدنالتی یعنی که اس مخوف دروغ میگه پدنالتی بقچه دروغ میگه این وزیر دزد غارتگرا و اینا دروغ میگن یعنی دروغگویی در اینا هست در دروغ دیگر یعنی که نیسته و همون خاطر باید این ملت مردم خوب بفهمند که قضیه دیگه قضیه عادی نیست که در قضیه شما به شکل عادی احساسش کنی و عادی بفهمیش خوب انشاءالله که قضیه آلمان هم اینه دعوت کرده هستن روز 16 هم برای چی؟ به خاطر این که خوب با برنامه داریم تا او وقته نوزیه کرامت الله می اومده است خوب دیگه بچه ها کار انشاءالله که روی میکنیم یک تا افرادی که هستن اشتراک میکنن ما میفهمیم که یعنی که کیها بودند چی خیل بودند چی کار کردند چی کارها کرده ایستند یعنی رحمانوف نزدیک آمدگی سقوطش و چپشوی رحمانوف نزدیک آمدگی پس یعنی که این قضیه گفت گپات معینه دیگه هیچ شکی نیست که یعنی که دیگر مشهور معلوم نباشد برای همه و این قضیه گفت گپا این قضیه که ما یعنی که صحبت داریم در قضیه بزها و بزغاله ها یعنی که قضیه دقیقی هستند که برای ما رسیده هستند من بتونم حدود نیم ساعت صحبت کنم در نام با نامی هر یک بزغاله یعنی ایش فلان کرد ایش ای گفت ایش ایتری کرد ایش به شکل کرد انا این مسئله را یعنی که ای خیلی کردن او خیلی کردن ولی برای ما دیگه مهم نیستن اونها مهم هستن منظور که ما در وقتی معینش کار معینمون انجام داده هستیم ولی اینکه دیگر همه ایشون را انجام بدیم و گپ زنیم یعنی که اینا ما فکر نمیکنیم که یعنی که با منفعت باشن چون که ما بگذاریم یک کمتر کار کنن چون فکر کنن که یگان گپ نیست بعد آشکارا دیگه بزغاله را همشه
نام و فامیلش نوشته شدگی دیگه اونی که کارمونا در بارشون میکنیم. در قضیه تلفن ها الحمدلله بله کاری مسئله تلفن ها کاملا بود شد الحمدلله که همه اون برادرایی که براشون باید میرسید تقریبا رسید. 4 دانه اخیر موندگی است، پولش موندگی نیست، یعنی کار تمام شده، رسیدنش موندگی که انشالله باید برسن. یعنی که امیدوارم که انشالله این کارم یعنی که به خوبی انجام می شود و اینها همش یعنی که کارهای هستند که برای مبارزه الحمدلله بهترین کارها را بچه‌ها انجام دادید. الله برکتتون بده. چی برادرایی در امریکا بوده، چی در روسیه بوده، چی مهاجران عادی، چی افراد دیگری که در قضیه ها کارتون انجام دادید، الله برکت و الله در زندگیتان بهترین روزگار و خوشی ها را نصیب و عنایت کند. ان شاء الله که ما کارمون انجام داده ایم و آنچه که از ما یعنی که باید انجام گیرد ما الحمدلله که کارمون انجام داده ایم. در قضیه مبلغی که برای دوشنبه باید روان میکردیم تا به حال هم 350,000 باقی مونده است. یگان گپ در هفته گذشتگی در مسئله مبلغ 350,000 هیچ گپ نشد، 650,000 بود، 350,000 باقی موندگی است. یعنی که باید که همین قضیه را به شکل باید انجام بدیم. اینترنت که یک نفری را بتیم میتونه 5 نفر بتیش، میتونه 35,000 10 نفر بتیش، اون مهم نیست. مهم یعنی که باید ما کارمون انجام بدیم و این مسائل مهمی هست که یعنی که این باید کارمون انجام شد. 350,000 روبل باقی موندگی در این قضیه و در قضیه های دیگری که یعنی که هست معاش بچهای سال ماه اکتبر یعنی که فعلا این یک نفر شب یعنی که پرداخت کرده ایم، یک نفر شب و 4 نفر دیگه کاملا باقی موندگی هست. مثلا هر کسی که برادرانی که امکان انجام کار دادن داشته باشد پس یعنی که برای پرداخت کردن معاشان برای افرادی که در اصلاح کار میکنن سهم خودتون بگذارید. مثلا یک نفرش 60,000 یک روبل، منظور با روبل سوکنیم، یک نفرش 80,000 است، یک نفرش 60,000 است، یک نفرش مثلا 90,000 است. این همین شکل هستن. مثلا پرداخت معاش را باید که ما انجام بدیم. خوب یعنی که دیگر کنار زدن و کنار ایستادن بدانید که الله میپرسدتون. الله حتما میپرسد چیکار کردی در مقابل رحمان و فی ظالم. وقتی دیدی ظلمت کرد، وقتی دیدی ستمت کرد، وقتی فرار کردی، وقتی هجرت کردی، وقتی الله برات نعمت داد چیکار کردی؟ هیچ کار نکردم. چرا؟ چون که یعنی که ما خیلی دیگه گفتیم که کار برام تریه. به همون خاطر هیچ وقت این قضیه بی‌طرفی نکنید. چی در اروپا باشه، چی در امریکا باشه، چی در هر کشوری باشه کارتون انجام بدید. برادرانی که در پیپل یعنی که انجام میتین کار خیلی مهم هست. حالا فعلا حدود 800 یورو دیگه در پیپل لازم داریم. یعنی که در مورد پرداخت چند برنامه و چند تا کار دیگه مون 800 چند یورو نیاز در پیپل داریم که باید پرداخت شود. از 180 یورو، از 240 یورو، از 360 یورو، همین خیلی یعنی که بیش از 800 سوم در پیپل نیاز داریم. در پیپل یعنی که هم که بسپارش میرود همون خیلی. برای چی؟ به خاطر که نهایت سال همون چیزایی که باید پرداخت شوند پرداخت. خوب برادرای گرامی سهمتون بگذارید. نگید که ما با سهم من با 50 یورو من با 100 یورو من چی میشود. نه این نیست. ما همون هر چیزی که الله سبحانه و تعالی برای ما و شما عنایت کرده است ما اون در راه خودش میتیم. الله سبحانه و تعالی از ما و شما قبول کند. قبل از هر کاری انجام دادن یعنی که چی میگن انجام میتی استخاره کن. استخاره ما دیگر یگان نمود خیلی بچه‌ای که یعنی که همکاری میکنن با اصلاح میدونن که یعنی که هیچ مشکلی در کمک هایی که میرسد ندارن، یگان مشکل ندارن. برای چی؟ به خاطر که ما دیگر میفهمیم که چیکار کنیم. وقتی که ما میفهمیم چیکار کنیم پس دیگر مشکلی وجود ندارد. امیدوارم که انشاءالله همه برادران فهمیدید و در قضیه های عمومی کارمون انجام میدیم. ما یک برادر ژورنالیستی حرفه‌ای لازم داریم که خوب ما معاشی خوب زیاد نداریم ولی انشاءالله که میتونیم بگیم که از معاش های تاجیکستان خیلی بهتر از معاش های روسیه هم مثلا بالا هست. یعنی میتیمش یک مبلغه به خاطر یعنی که ولی همیشه باید کار کنه. یعنی که شتاتنی و همیشه باید کار کنه. یک ژورنالیستی که نوشتن و تحلیلی همین تحلیل بتوند کرده. تری بچه‌ای که مثلا گفتی که با چت جی پی تی کارش لازم نداریم. یعنی بچه‌ای که واقعا حرفه‌ای هستن
میتونن که بگن که ما ژورنالیست هستیم و کار میتونیم کردن، ولی کار کنه باید. با اصلاح کار کردن آسان نیست، یعنی تو ایتاری نیست که دیگه اودیخ کنی، کار میکنی، مرد اگر کار میکنی معاش تام میگیری، زندگی تام هر چیزی که هست همون است. در اروپا بدگی ها خیلی معلوم است، ولی در روسیه برادرانی که هستید میخواهید کار کردن، مثلا مرحمت تماس بگیرید تا اینکه ما بتونیم یعنی که همکاری همون ان شاء الله که انجام بدیم. فقط زبان تاجیکی است، بعد دیگه اوس شبو درست میکنیم، خدا خواه رفتن میگیریم. ولی فعلا در سایتی اصلاحات خواهان، یعنی که ما در اصلاح نیاز نداریم، اصلاح کارش آماده است، یعنی که درست شکلی رفت، یعنی که کارش رفته است، ولی تنها اصلاحات خواهان ما نیاز یعنی یک نفر هست با یک نفر دیگر برای سیخل دادن سایت و کارهایی که در مورد تحلیل ها می شود ان شاء الله که در اونجا نیاز داریم. پس مرحمت برادرانی که میتونید یعنی که کاری انجام داده، پس زنگ بزنید تا اینکه ما با هم بتونیم کار برای آینده ملت و مردمان انجام دهیم. خب برادرانی که بله در نظرسنجی اشتراک کردن 525 نفر، 526 نفر قانون‌های جزایی با زندان‌کنی‌ها، یعنی محمد رحمانوف کدام قانون‌ها را رعایت کرده است؟ قانون جزایی با زندان‌کنی‌ها، قانون به نفع خود و عائله را، قانونی که به نفع خود و به نفع عائله‌ش همیشه خوب، این به نفع عائله‌ش سرمفروشی و مسئله امنیت، مسئله بوینگ خریش، یعنی که به نفع خودش به نفع عائله‌شه. که قانون‌های جزایی با زندان‌کنی‌ها، یعنی که قانون جزایی میتیه مردم از زندان میکنه، فقط با زندان‌های طولانی. درسته، واقعا هر دوش هم درسته، مردم یعنی که 68% در این 32% در قانون‌های جزایی با زندان‌کنی‌ها یعنی که نظرهای خودشان مانده ایستند. و در گذاشتن لایک ها 322 لایکاتون رو بگذارید بیننده گرامی، تا اینکه سببی بیشتر شدن و یک نفر برادر جان جانسون $5 کمک خودشان انجام دادن. سلامت باشن. خوب بله، در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید، لایکاتون رو بگذارید. هر لایک شما سبب بیشتر شدن عدد بیننده و سبب آگاه شدن مردم اینو آگاه بیشتر می‌گردد. پس نه ترسید، ترسی شما هیچ فایده ندارد. 208 نفر دیگر برای رسیدن به 227,000 نفر مانده است. 207 نفر برای رسیدن به 227,000 نفر یعنی که عبور شوید به شبکه اصلاح. با تلگرام اصلاح همه معلوماتی که می نویسید شما در یوتیوب پیداش نمیکنید، در جدا تلگرام هم میخونیش. پس مدیریتورای اصلاح تلگرام اصلاح بگذارید تا اینکه برادرانی که در یعنی که تر اصلاح آبونه شوید، یگان مشکل ندارید. شما را کسی در اصلاح آبونه شوید نمیبیند، چون که ما پنهان کردگی افرادی که در اصلاح آبونه شدن. ولی اگر تو در چت اصلاح، در همون چتی که همه میتونن دیده، در او که نوشتی نام تا پنهان نکرده باشی، اوش دیگه معلوم است. ولی تو با اصلاح خودش مینویسی، یعنی که برای رقم اصلاح مینویسی، در هیچ مشکل نداری. در تلگرام همون مشکل نداری. مرحمت نویسید، هر چیزی که یعنی که شما میفرستید یعنی که به ما میرسد، هیچ مشکلی در اونها وجود نداره. همون خاطر یعنی که خب در قضیه زارا بله بعضی برادران نوشتن که چرا چیزی نگفتید در قضیه زارا. بله خب یعنی که میتونم بگم که اولین شخصی که یعنی که در فیسبوک نوشت من بودم. در همین مرد 25 دقیقه پس همین رسید خبر که یعنی که عزت‌الله شریف زاده 72 سالگیش از دنیا گذشت. این نو مردم ایستادگین، دیلش بازی موند. خلاص نوشتمش من، بعد آزادی و بعد دیگر شبکه‌ها نشرش کردن، در یگون شک نیست. ولی گپ درباره رفته است که ما هممون میریم، هر نفس ذائقه الموت، هر یک نفسی که در دنیا وجود دارد چشنده مرگ هست و در این هیچ شکی نیست. رحمانوف هم حتی با همین قدر میلیاردی و دزدی و غارتگر بودنش میگه ما سرمونده آهن بستگی نیستیم. یعنی میدونه که میبرم، میدونه که پول قطعی خریده نمیتونه. عجله یعنی که عجل یک دقیقه پیش قفا نمیره. وقتی عجل اومد هیچ یعنی که پیش قفایی در اون وجود ندارد. یعنی که حتما یعنی که اگر در هر کجا باشه یدرککم الموت، اگر در بروج مشیده هم باشی مرگ میرسه. اگر 1000 حلقه اخرانک داشته باشیم یعنی که حتما یعنی که
مرگ میرسد به سراغت، یعنی هیچ امکان نداره که مرگت نبینی، حتما میبینی. پس یعنی این امکان پذیر است که شخص بگه که من زنده میمونم. من همو یوسف کینم داره منصور عمروف هم بدونه که همین خیلی میبره. این زندانی هایی که فعلا در زندان هستند در این وضعیت های بزیب، یعنی که رحمانوف که در ششم در امریکا در پیش ترامپ بود، اینجا میگردم میای نمیدونم که این قانون عفو که سال گذشته امضاش کرد نبروردش، امسال هم با فیلم امضاش نمیکند یا اینکه امضا کرده است 16 هم میبرورش. اگر از 16 هم که گذشت پس بدونه که امسال هم دیگه اگون گپ نیست، یعنی که نه در درجدینش عفو کرد مردم، نه در روز قانون عفو کرد، نه در روز 16 نوامبر که 16 نوامبر گذشت دیگه تمام کار میمونه به او طرف با سال آینده دیگه. یعنی بز نشید منتظر رستم که همین کار رستم بکنه. این رستم که سال 2026 هم نشود پدر سال 2027 هم بیسته که زندگی من تنجه گفته، یعنی که من خودم میکنم گفته ادامه دادن بگیره. پس رستم نشود بعد این عفوی که باید هر سر 3 سال امضا کنی امضاش نمیکرده باشه. ایش با هم خاطر رحمانوف شخصی است که یعنی که بازگویی نشونده است، نمیتونیم بگیم که یعنی که یگون یعنی که همین کار میکنه، یعنی نمیتونی یگون کارشو بازگویی پیشکی کردن نمیتونی. میشه یا آدم دواسیه میمونه پگاه میخزی یا آدم دیگر میمونه قطعی او شو گپ زدگی سر میخزی یک خواب میبینه یا عزیز مو یا توش میتی یگون خیل در حال تغییر میخواد گپش. به همون خاطر ما نمیتونیم که یعنی که بسیاری از قضیه‌های هست که در رحمانوف کاملا به شکل های دیگری عمل میکنه. خوب دیگر بیننده عزیز گرامی، این بود آغاز برنامه امروز ما. البته ما این کارا به خاطر اینکه چند دقیقه مشکلی داشتیم تو اینکه مشکلاتی اساسیمون یعنی که رفع شد و به همون خاطر برنامه‌مون یعنی که به همین شکل تا حدود 1.5 ساعت بله. خوب بیننده عزیز گرامی در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید. بله اکنون اگر افرادی که امکانی صحبت کردن دارن یا اینکه توسط رقم بمونه، یعنی که اگر رقم بمونش بروه بله خوب رقمی که در تایی خوب بله. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. بله برادر ما همه فیلم قرار داریم ها؟ بله به فیلم قرار داره. ماشاءالله همه یک دو سخن کردنی بدن در باره امیر رحمانوف و اویله وی. برنامه همیه که اویله رحمانوف قانون اطاعت میکنه یا نه؟ بله درست. ما همه میدونیم که اویله که شما میایید این مینه شما میایید ما برادر محمد اقبال ما به نزد شما زنی رحمانوف زنی رستم زنی اسماعیل هم میبروریم انا خود در پیش شما گل بچوشن چگونه ای که خواهر اپوی مور کردن انا خود در پیش شما رقص کنم پسکای یک بار ببینم شما. خب برادر گرامی ما خداوند ما را به این روز نرساند. برادر گرامی در پیش ما هیچ کس گل نچوشه. ما انتظار و تمنای گل از الله داریم. ای الله اون گل هایی که در جنت برای جنتیان عنایت کردنی، الله اون گل ها را برای ما عنایت کنه. الله این ملت
عزت بتیه. ما هیچ وقت طلبگار اون چیزی نیستیم که یک نفر زن و خواهر این ملت غیر معزز باشه. این خواهش و این آرزوی ما نیست و هیچ وقت یعنی که ما آرزوی خور کردن یگان زن و خواهر این ملت نداریم. ولی این که مردمی که قصد میگیرن اون دیگه با مانند خودت با مانند دیگرها چنین افراد زیاد هستند. ما هیچ وقت امکان ندارد که یعنی که در قضیه هایی که میخوایم ظلم کنیم، پس وقتی ما ظلم کنیم از رحمان چی فرق داریم؟ ولی در قصاص حیات الله میگه ولکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. در قصاص، در همین قصاص گرفتن یعنی که حیات برای مؤمن. وقتی که یک قصاص میگیری یعنی که الله سبحانه و تعالی میگه که حیات یعنی که زندگی نو. یا آدمی که اوتا کشته است، یا آدمی که اوچا کشته است، یا آدمی برادرت از زندان کشته است، یا آدمی که ظلمت کرده است، تو وقتی که همون را قصد میگیری یعنی قصد عادلانه، منظور قصد غیر عادلانه سمسود نه، از نگاهی که حکم یعنی که صادر می شود، پس همون چی است؟ یعنی که شفا هست، اون یعنی که منفعت هست. میگه یعنی این الله گفته است، از عقل قائلی نیست، سخن ما نیست. ولی این رحمان رو باید حتما بدانه که این ملت قصد میگیره از او در محکمه عادلانه. ما پیش یگان کس نمیریم، امنیتی امضا نمیکنیم، ما سود یگان کس پشت درهای بستر نمیکنیم، لوبای کار در تلویزیون میمونه، مردم میبینن امام علی رحمانوف فلان جنایت کرد، زایرش، اسماعیلش، تخمینش، عزیزموش، حاج امرلاش، شمسلاش، یعنی که رخشانش، فیروزش، فریدونش، جلال، یعنی که همه داماد خشتبار جهمنداش هم ببراری مردک باره اشرف گل فشه فلانش فلان جنایت انجام داد. ما هیچ وقت در قضیه هایی که مربوط به این ملت است کوشش نمیکنیم که اونها ظلم صورت بگیره. بله برادر گرامی. برادر محمد درباره همین جوانای تاجیکستان همین 2095 اوس 2000 همه نرکما شیرگیان، تمامی نمود دارو نمود مخدر میگیرن، میخرن، میکشن. خیلی بد نرکما شیرگیان برای نموکای جوانای تاجیک به ناموس شیرگیان. بله دیگر نمیدونیم درباره یا چی بگیم. انشاءالله هر چیزی که حاضی به فکرت از همین وضعیتی که امروز در روسیه هست وضعیت خوبه؟ البته نه، محمد مهاجران خور زور شیرگیان. خب با فکری خودت چیکار کنیم باید؟ چی فکر داری؟ فکری من امیر از برادر محمد اقبال که باید گفتیم سوکی با استوات کنیم، یعنی عمل کنیم. تمام بغض عمل ما یکون راه نداریم. ما باید همه مهاجران برویم تاجیکستان. به مهاجران همیشه و همون مردم تاجیکستان خطیه به هر یک منطقه 100 نفری بخیزه بسه. انشاءالله که حکومت رحمان یک ریدانچکی ترسانچک باور میکنیم محمد اقبال برادر وقتی که نام افته در تاجیکستان میگیریم والله قسم همین قمه ترسان که باتای دلم دعا میکنم میگم ای خداوند همین دوستی که در محمد اقبال دادگی برای ما رحمت کنه. مسلمان مرغ نه اون مسلمان مردک شیم در حیو. اون مسلمان ما هم مسلمان مرغ یگان چیز گفته نمیتونیم. این عزت است، عزت از جانب الله است و ذلت خوری هم از جانب الله است. ان العزة لله جمیعا. هر شخصی که صادقانه، مخلصانه و پیروی کننده منهج رسول اکرم باشد، الله برای اون عزت میتید. برای اینکه عزت من کاری ندارم که یعنی که من یگان شهرت داشته باشم، من به الله هم تکیه دارم، عمل ما انجام میتیم، میدونم که هیچ کس کاری من نمیکنه، میدونم که گپی که من میگم باید من بزنم، کاری که من میکنم باید من بکنمش و الله میگم توکل به تو دارم. انا همین است. انسان مخلص در عملش باید باشه. هر انسانی که مخلص در عملش باشه الله عزت براش میتیه، چون که ان العزة لله جمیعا. تمام عزت دنیا و آخرت قبر در دست الله است. پس شخصی که عزت در دست الله میدونه و در دست رحمان فیچر نمیدونه، من در دست رحمان فیچر نمیدونم، یا دستش میدونم، یگان کسی دیگه نیست تو.
اما خاطر وقتی که میخوای تو که مرد باشی و نترسی بگوی الله من توکل به تو کردم و ما نمیگم که به چهرت ببرو گپ زای، به چهره گپ زده سه کارت به چهرت بکو، هر کاری که میتونی برای وطن ملت انجام بدی، یعنی این بهترین عمل کرده است. ما نیاز به یعنی که افرادی که میبروین بهترین میشود اگر برادر در اروپا بودگی آشکارا برایم با چهره صحبت کنن، نه ولی و افرادی که در منطقه های یعنی که ریسک هسته در اونجا هیچ کس شما را یعنی که نمیتونه که مجبورتون کنه که بدونی یعنی که چی صحبت کنی. این کارتون بسیار کاری غلط است، ولی نترسی. رحمانوف جان ما شما در دست رحمانوف نیست برادر. تنها و تنها بدون که عزت در دست الله است و عزت از الله است و خاری از الله است. الله که خارت کرد هیچ کس عزت داده نمیتونه. همین الله که عزت داد او عزت هیچ کس از تو گرفته نمیتونه، ولی تو به خاطر اون کارت انجام بدی. و برادر محمد اقبال همی آخرین سخنم بگم انشاءالله مورم خداوند در نصیبمون بگردونه، مورم همون که مسلمانی مردک میشیم انشاءالله بر روزای نزدیک ویدیو را منتظر باشه. در هر یک پادزمکه، در هر یک لوهای دشنبنکه، در هر یک جاهایی که اوکریتیای انشاءالله ما می نویسیم که مرگ بر رحمانوف، مرگ به ویلای رحمانوف. انشاءالله که بعدی برنامه نویسید ما دیگه با نوشتن قطعی کارمون نمیکنیم. نوشتن یعنی که ما کارهای بهتر مهمتر باید بکنیم. با نوشتن قطعی قپم گیرم برند. ما باید یک کار کنیم که رحمانوف یا جوش زد نیستش سوخته بگیره، فقط به خاطر زد نیست رحمانوف سوختن ما دیگه باید که ژرتوا نتیم. دیگه مرگ زندانی شدن از این ملت از این مردم نه، دیگه نوبت اسماعیل زندانی شدن، نوبت فریدون، نوبت یعنی که بچهای دیگری رحمانوف، نوبت یعنی که سامان جان، نوبت رستم، نوبت اینا دیگه نوبت مردم نیست. دیگه مهم نیست که تو فقط زندانی شید را بکشن، ما را بکشن، ما را زندانی کنن. دیگه نوبت یوم لک یوم علیک، یک روز زین با پشت، یک روز پشت با زین. انا که گفتی گپا همین است. و تلک الایام نداولها بین الناس، میگه الله. این روزهای هست که در گردشش میداره میانی مردم. که رفت یعنی که عمر رفت، حیات رفت، کاری کردی تمام، وقت دیگه نوبت این ملت باید برسه. و اما خاطر سراسیمگی نکنی. سراسیمگی نکنیم. ما با پروژه کار میکنیم، با پلان هایی که بدون خشونت، بدون یگان چیز، فقط تنها و تنها کاری که رحمانوف یعنی که باید که بفهمه که دیگه نمیتونه امنیت قطعی ترامپ قطعی لوبای کس گپ زنی ترا رحمانوف کازیول یگان چیز برای ترا نیسته. امنیت تو فقط تنها درون زندان ده. امنیت تو رحمانوف کازیول تنها درون زندانه. تو دیگه امنیت نیست. امنیت دت نیست. ما نه قاتلیم، نه آدم کشیم، نه آدم خریم، نه یگان کاریم. ما میخوایم که تره در محکمه بکشیم که در درون وطن ما اصلاحات خواهان در گاگا تره کشیدنی نیستیم. میدونیم که تره گاگا فایده نداره. چخیلی که نتانیاهوش فایده نکرد تره فایده نداره. ما میخوایم که تره در درون وطن چنگره کردمونیم. دیگه یگان راه نداری. تو راه نداری. تره در سامانی چنگره کرد میمونیم. دیگه راه نداری تو پدن حالت. با همون خاطر ما دادگاهی ما انا همون دادگاهی ملت است، دادگاهی مردم است، دادگاهی که همین ملت تا اینکه یشفی صدور قوم المؤمنین، الله سبحانه و تعالی شفا بده دلهای مؤمنان با از بین بردن تو پلیدی پدن علت. با همون خاطر ما انتظار انا همون روزیم، ما انا همون انتظار انا همون روزیم و اون روز میرسد و اون روز رسیده ایستاده است. ما دیده ایستیم که چی وضعیت است. با همون خاطر کزر مای 100% لوبای کاری که میکنید دمو همون دقیقه معلوم است و چی کارها کرده است، مردمش خیلی غم داده است، مردمش خیلی پستوید کرده است، امنیت چیکار کرده است از ملیسش، یا هیچ کدومش فایده نداره. رحمانوف دیگه هیچ چیز فایده نداره. سلامت باشی شیرینر، الله حفظت کنه. سلامت باشی. خب سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. روز من آقا چه شما؟ الحمدلله. سلام میدونم. بله بله صدات هست، بفرمایید. بهترین رحمانوف یگان قانون رعایت نکرده است. این لعنت کرده الله، خدا لعنتش کند. اونقدر پول و مال من نمیدونم کدام قبرستان میبرد. سبحان الله. زارو اما قدر ظلم کرد. کجا شد زارو؟ یگان سون برد
هیچی نبود. پیش حمزه اکرامزاده رفت. اونجا اکنون جواب میدهد. باز فهمیدم که نوبتی بزمک فرستیده است. انشالله بزمک خوگمک میرسه نوبتش یک تا. من قصد پدر ما میگیرم. من قصد پدر ما ای بزمک میگیرم. من نه فرض بزمک رفتنی بوده است. فقط حرکت کردن خوراکو که اسپیت کنه. انشالله یا قبرش آتش زدنی است. نه من زندهش در کاره. ما با قور دین اسلام مسلح کردن در قبر یگان کار کردن ما با مرده کار نداریم. ما با زنده کار داریم. اون مردهش در دست الله است. اون مرده در فیسبوک خواندم که نوبتی هوای آمده است. همون حکمکو یعنی مزش گریخته است. روان گفت گپ مزاشون همش یک تا به یک تا، یعنی قاتلهم الله و ان یؤفکون. میگه الله سبحانه و تعالی خداوند بکششون هر چی که غیر این ظالما را خداوند بتیه تا اینکه شفا برای دلهای مؤمنا باشه. بله بله. این شیطانی واقعی همون چند سال پیش استاد لایق شیرعلی گفته بودن که دانم همه را نمک حرامید و درشت، در بوتهتان نه روش دارید و نه مشت. سنگ بغل کوه مرا شایر کرد، سنگ بغل شما مرا خواهد کشت. سنگ بغل اینا چندین آدمای بزرگ کشت. اکنون نوبت سگ مر شدن اینا برسیده است. فهمیدید؟ اینا حتما پیش پروردگار خش برمیگردن. اون میلیاردها دلار یگان فایدهش نمیکند. هزاران مردم قتل کرد، پولش از خود کرد رحمانوف. این فایده ندارد. پیش اون ترامپ رفته است. بازی نخواندیم فیسبوک که 5 تا ماکیان و یک خوریس حیز. سبحان الله. این تنها برای آیلی خودش همون وای حفظ کرده است. قانونی تاجیکستان دیگه مردم بیچاره نه قانون دارن. به خاطر انگشت فروشی مردم با برق نمیدهد، مردم عذاب میدهد. اینها نمیدونم اینقدر پول کجا میبرده باشن. من حیرانم. باید تو برای مردم یک خدمت کنی. فردا همین کامنتاری های زار خواندم کو هم در فیسبوک هم در یوتیوب، فقط بغیر از خایلیسا دیگر یک تاجیک الله رحمتش کند نگفته است. همه لعنت فرستگی است. حال رحمانوف مراد این مردم آشکار ویدیو میکنن که روزی هم مردهش که خدا لعنتت کنه جای تو پدن لعنت غرق دوزخ است. برای آنکه این ظالم برای این ملت یگان خوبی نکرد. مردم خوزارن، مردم در بدرن. خیلی درست قید کردید که شما ترس باید این مردم طلاق کنند دیگر نترسند. ما مجبور نمیکنیم که شما برای این با چهره گپ زنید. شما همون امکان دارید بیزنسمن ها یعنی تاجرات کمک کنید. برادر محمد اقباله این مردک همون پول رنگی رحمانوف جمع نمیکند، برای دیگر برادرها رو میکند. تلفن میگیرن آنها مبارزه انشاءالله اوج میگیرد. و همه خاطر کمک کنیتان. والله رحمانوف چپه شد پشیمون میشیتان. بعد رحمانوف چپه شدن که هزارها تاجیک پشیمون میشه و که چرا ما حداقل یک سامان کمک نکردیم برای مبارزه. زارا برای آدمی به عقل درس است. همان قدر آدم قتل کرد، اون قدر میلیون دلار جمع کرد، کجا شد؟ با دستی خالی رفت. پرده قاسم کجا شد؟ تاجیکستان از من گفته این پیانیست که الکش کتی روزی توی رستم گنگک زده بطینکاش در رحمانوف که تاجیکستان از من گفته پاش هم خیمه بردارد و زمین میزند. تاجیکستان از من گفته پرده قاسم رفت. این به درس نشد. باز این هم یه روز میبینه که جانش گوز بر این برامد از گفت شما هست. همون یک گپی خوب داره فقط نیادم میرسد. سبحان الله الله اکنون همین نمازهای ما قبول گرداند. زاغی بدمور میگوید همه یاد میزنم. این زاغی بدمور باید یک باره کردن در کار.
که این ملت خلاص شود، یک دمی خوش زند. باز قطر رفته است میخواهد که اونجا غلامی نورق دهد. این مردم از دیدار برای دیگر چیز رفتگیه اوجا ما با معلومات را گرفتیم یگان ره نداره آخی این پیتوق پولو پیتوق یک ره نداره. اما خویلیسانش نوستین کو برای وای مهاجرت و برای کارباری مردم فریب یعنی مردم احمقتونی همونجا گویا که رفته است مهاجرت اکنون اونجا باز میکند. اگر دگوارم کرده باشد این مردم اونجا روند باز از دیدار پدر و مادر و زن فرزند دور، فرزندا زنده صغیر، این اولاد حرامزاده با میلیارد دلار رو میکنند. اینها را کو نان و نمک مردم تاجیک میزند اکا. حالا چندین برادرها ما به می نویسند که همین محنت های تو همش برباد میرود، یعنی این ده شود حکومت عوض شود همین چیزی که تو خواهی میگن همون کار نمیشود. من گفتم که اگر نشود گفتم خب بگذار من کشنم. گفتم من تمامی گپمو گفتم رفتم. فرد آنها هم رنگ زار و بعدی من میروم گفتم پیش اون پروردگار بگذار قبول نکنم. گفتم من میخوام همه آزاد باشد، تجارت آزاد باشد، یگان کسی هم کسی غم نتید. یک چیز همینجا درسته برادر، یعنی که این فکری بعضی برادرای نماشون رو نمیخوام بگیرم، میگن که شما مبارزه میبره و مبارزه را بعد الیت تای بالایی میویا او را حکومت میکنه. ما ما هدفمون وقتی که تنها یعنی که آزادسازی این ملت از چنگال انا همین ظالم است. من هدفم غیر از آزادی این ملت دیگر چیز نیست، غیر از حکومت دیگر. ولی اینکه ما در حکومت جدید چی نقش داریم چی وظیفه داریم اونش در دست الله است. اون الله میداره و انتم لا تعلمون، شما هیچ کدومت نمیدونی. او الیته که هوزی پینهونه بعد میخواد دولت بگیره او ولی ایتری گپا رو میدونیم که ما مبارزه میبریم، ما کشته میشیم، یعنی که یک نفر دیگر میخوام بیاین. برای ما مهم نیست، برای ما مهم همین است که ما کارمون رو انجام بدیم. هدف ما نتیجه نیست، هدف ما یعنی که انجام اون کاری که الله ما را امر کرده است تا در مقابل ظالم بیستیم. بزرگترین نبرد گفتن سخن حق در مقابل پادشاه ظالم است. بزرگترین جهاد در راه خدا گفتن سخن حق در مقابل پادشاه ظالم است. ما وظیفه‌مون را انجام دادیم و ما علینا الا البلاغ المبین. ما یک رساننده آشکاریم. اصلاح کارش انجام داد. اصلاح در طول این همه سالها ملت و مردم جنایت ها فهموند. برادر محمد تقایف همه چیزی که میدانست در تلاش داشت و فهمید تونست گفت. یعنی این نیست که ما باید که هر کاری که میکنیم ما باید انجام بدیم. تو یک درخت میشنونی تو فکر داری که تو همو وقتی که او درخت خشک میشه تو باید میوه او را بخوری. نه، تو درخت میشنونی تو میبری میره یک کسی دیگه میخره او را، ولی ثواب او در قبر برای تو میرسد. ما عمل انجام میتیم به خاطر الله میکنیم. اون چیزی که الله ما عند الله باق و ما عندكم ينفد. هر چیزی که نزد الله هست باقی مانده شونده است و باقی میماند. هر چیزی که نزد شماست اون از بین میرود. پس ما عملمون به خاطر نجات ملت از این ظالمی، یعنی که بدمر پدر لعنتی پلیدی کثیف رحمانوف است. پس ما که پدنالت ما بتونیم که یعنی که ما فقط باید یک کار کنیم که ما در قدرت باشیم. نه، ما هدفمون از بین بردن همین رژیم است. ان الله که هر نفری که در این راه مبارزه برده است این ملت نام او را فراموش نمیکنه. مهم الله فراموش نکنه نام ما را. مهم الله که و ما ربک نسیا. الله سبحانه فراموش خاطر نیست. هیچ وقت خداوند فراموش نمیکند. یعنی که عملی انجام داده عامله هیچ وقت الله به فایده یعنی که اون فراموش نمیکنه. خداوند خودش گفته است که من فراموش خاطر نیستم، من فراموش نمیکنم. یا پرزیدنت که خدمتش میکنی میره بعد دیگه در قدرت میرسه. ولی الله ما کاملا فرق کننده از این پادشاه ها و از این پرزیدنت و از این انسان ها هست. وقتی که ته هدف تا به خاطر الله کردی پس خداوند قبول. وقتی که است قبول کرده پذیرفت که همین آدم صادق است، همین آدم در راهش مخلص است، پس راهی تو راهی هست که راهی درست است. ولی اگر من حسد داشته باشم با یک برادر مبارز، من با اقصاد من یگانه حسد دارم، این دل جای نیست که من حسد، کینه، رشک، دشمنی، نفرت، نفاق در اون داشته باشم. هدفی من اعلای کلمت الله، هدفی من از بین بردن رژیم
منحوس رحمانوفی زاغی بادمری رحمانوفیم. ما دیگه فکر نداریم، مقصد ما دیگه چیز نیست. این که ترا میخوان که تو مبارزه میبری، ترا مایلش ما مبارزه میبریم همین تو آزاد شای. ما یعنی که عمل منا باید انجام بدیم. الله منو مختص و ترا مخصوص کرده است برای مبارزه بردن. خلاص در دست الله هست. محول و مقلب القلوب الله هست. میتوند که ایتری برادرای مبارز رنگی ما صدهاش آمدن و صدهاش رفتن، چون که اون راهش نبود. همچون تنگه ما مدرومات برفت، ولی ما و هر رو همین روز اگر بدونن که من در چه حالت بودم، ولی بازم خدمت مبارزه آمدم رسوندم. نمیتونم بگم برای چی؟ به خاطر نمیخواهم بگم، نه مینت میکنم نه یگون چیز. هدف من مبارزه هست، ولی من کار ما انجام داده ایستم، ولی من وظیفه ما انجام میدیم تا اینکه این ملت ما الله بفهمونه. تمام. پس اون گپایی که میگن یعنی که مهم نیست برای ما که ما قدرت در دستمون میرسه یا نمیرسه، ولی ان شاء الله نه که امید داریم که ما ان شاء الله آزاد که کردیم این مردم امنیت مستحکم میکنیم. فهمیدید؟ آدمای با ایمان، آدمایی که دلشون در حقیقت این مردم به میسوزد، میخوان که خدمت کنن، ما ان شاء الله میگذاریم یگان نابکار از دستش هیچی نمیاد ان شاء الله. اگر ما صادق باشیم در این راه به خاطر الله مبارزه ما رود، ما حتما میرسیم به این مقصدانه که برادرها بسیارش فکر میکنن که فردا حکومت هم میبویند دیگران میگرن و ما گویا که مبارزه که ما بردیم بیفایده باشد. ما اولش به خاطر الله به خاطر مردم ما وای کردیم مبارزه بردیم، لیکن ما امید داریم که انشالله رحمان و آدم رنگ رحمان دیگه نمیکنه که همه گیرنو. یعنی ما فردا چی خواهیم؟ فردا تمام منطقه های تاجیکستان ما باید آدم پرتوتن نکن. کسی نه بعدی آزاد شدن نکن، بعدی آزاد شدن کسی کمبغل است، کسی محتاج است، کسی مثال جای کار ندارد، تمامش باید حکومت نو نظارت کند. ما نمیگویم $1000 کند معاشی و یا همون پولی که حاضر رحمانوف زده گرفت راداما و باید بیلاروسیا نقد کردم که لوکاشنکو کسی سیوم فرزند زاید و فرزندی من گفته که $10,000 میتم رنگی بیلاروسیا میکنه. همون دیلانه که اگه پیزور زد مهاجرای گفت گاسترابایت ایر نگویتون گفت و ساوریمنی دیکتاتور. فهمدید؟ لوکاشنکو را من یعنی که به یه شکل آدم باید چخیل بگم، بعضی برادرها در قضیه ها بعضی از مسئله ها یعنی که چی میکنن، من بسیار تماشاش میکنم، یعنی که همین لوکاشنکو را مردانگی نظر با بسیار دیکتاتورها دوره، کلخوز نکای رنگ مردانگی دوره، میگه که همین کارو من تمیکنم نگاه دیوانه را آدم آزاد کرد. اشکیویچ بود کی بود آزادش کرد تا گرانیت رفت، گفت برا، گفت که من نمیرم بلاروسیا بیرون، گفت برا زندانت میکنم دیون بور تو آزاد شدگی، اگر برای اروپا برا دفشه نبز دای بلاروسیا، گفت من نمیرم یک اونجا ای وطن بیرون، گفت گیره برش زندان ابراد نه زندانش بردن. یعنی یا دیوانه ای تری چخل بگم مردا گوره تری کلخوز دیگه تری دیوانه کلخوز نکیده، یعنی که گپشا میگه روی روز اشکرا کارش میکنه. برای چی؟ به خاطر که یعنی که با وطنش خدمت داره. والله در بلاروس بودم من، با خدا قسم در اروپا همونطوری این دولت تازه رنگ مینسک نیست، الله شاهد است. من دیگه گپم دروغ نیست، نه پاریس تازه، نه که پولشا تازه است، وارشاوا یعنی که واقعا تازه، ولی بسیاری از کشورهای اروپایی که هستن همونند مینسک تازه نیست. یعنی همون مرده کارش انجام داده است، او دیکتاتوری ها ایستاده است ولی برای مردمش خدمت کرده است. همین رحمانوف اگر با مانند همو خدمت کنه برای مردمش یعنی که هر چیزی که میگه هم کارا بکنه، برق دارن، کار دارن، رئیساش ظلم نمیکنن، همو کارو رحمانوف پدنالت نکرده است این کارا. ما میگویم که همه رحمانوف یک صغیر یک بردن نداره، همون مهنت حلالش این آدما باور نمیکنن. تاجیک تمام کار میکنن، رحمانوف میرد لباسای اون کودک پشونه سری و استیله میکنه. این چی معنی دارد؟ این بخشش میپرسن مردم تاجیک پشت فلان یک از پریدن، این یگان زیب ندارد. تاجر کار بود کنند، رحمانوف رود سری کودک استیله کند و لباس پشونه که این کار من کردم.
با اون خویلستان ها آسمان در اسمان میکنن که پیشوای ما صغیر پرور از گوتا والله قسم یک کودک کو همون مهنت حلالش به پول موزش به یک بردن نان نداده است همه پشتی تاجرای تاجیک است لوکاشنکو در حقیقت مردگری بسیار کردگی برای مردمش جای کار دارن همون همینجا جاهای ما با اومدگیان همون بیلارسو میگن ما کار داریم میگوین 600 700 دلار معاش هست میگوین نه که اونجا همین کمتر نم میگن به همین خاطر ما میبرویم دیگه دولت های گرم میرویم من همین گپ گفتم نه که کار هست گفتن همه چیز هست گفتن مثال زندگی هست گفتن پول کار کردن ممکن گفتن و زندگی کردن ممکن گفتن ولی خونه گفتن جای ما همین نمش بسیار است رحمانوف برعکس کسی تولد کند سومی اونای میکنن میگیرد لوکاشنکو یکم فرزند به $1000 میداد است دویم فرزند به $1500 میداد است وقتی که رودون به آزاد میشوید سوم فرزند من گفته است وای $10,000 من میتونم گفته است کسی تولد کند ای ظالم چو کرده است تمام میخش و تبارش تاجیکستان غصب کرده است گرفته است گوشت گرفته است انگشته که الله برای مردم تاجیک داد است که روین کنین و بیارین خودتان استفاده برین این را اولادی کرده است انگشت یعنی سودا شود گفته برق تاجیک کشته ایستاده است و دیگه دولت ها فروخته است این را باید ما فورا دفع کنیم این خیلی آدم خودکامه برای ما لازم نیست اکو این ملت باید آزادانه زندگی کنند اگر همین ظالمای همین خائنای همین خودکامه های حرام خوران نیست شوند یگان تاجیک به خدا قسم روسیه نمی رود زواد و فابریکه میکشه من همین گروجستان با تمام دولت ها که رفته گپ زدن من خیتای رفتی نه پریمیر منیستر رفت گپ زنم کرد آمد باید خیتای چند $1,000,000 کمک کند برای اینجا برداشتن اینوستیتس همین چی میگن هم با نرخ ارزان ها با نرخ ارزان بعدی 30 سال می بعدی 40 سال می دگوار تمام که شد پولا میگردونم میتن وقتی که اینجا آباد شد تمام باز مردم صاحب جای کار شد گشته همون پولای میتن رحمانوف اونقدر قرض گرفت بازم این کار با سرزمین کوچک ما رو فروخت و چند قشلاق قرقیزا بداده است این چه آدم هستین نخواه به خاطر پول و مال آدم سرزمینش فروش سودا کند موسفید بیچاره یک گم بزنم همین کامنتاری های نوشته با اکو همون موسفید که 450 سر گوسفند بردگی اوه مردک چوپان ای اخمقا ای ابله نوشتن که اینا کسی گپ یاد داد سبحان الله وای اینجا چخل گپ زند رحمان و بنی روی کاغذ میگیرد و کاغذ بزرگ میخواند این مردک همون گپای همزه خوب این وقت نمیدونم نبیرش از فرزندش یاد داد که آتا هم تو گوتا میگوید که اینا گپ یاد داد این گپا دروغ میگن سبحان الله اوه مردک چوپان ده مردک اینجا چخل گپ زند از الله شرم کنیدون والله قسم مولای مردم امریدین نقش و جان عزیزمای مچخری گزیت خونک بردگی است مردم توجیک ساده نشوند که و کسی گپ یاد یعنی دروغ گفت کدام آدم جانش در خطر مانده برآمده بازی رحمان و میگوید که خیش مال حالی من برد همون چوپان هم شما عقلتون کم بوده است هموطنای اخیلت سبحان الله موسفید بیچاره از ظلم کرد مال حالش برد است زمیناش گرفته است تمام چیزا گرفته است و مردم آخی ده مردم میگن من 17 سال بازم مال حال می چرا نه پشت همین زندگیم اینو تاگی کامنتاری با ما همون ویدیو نشر کردم 45,000 آدم دیگه یا خیلی احمق نوشته است که اینا کسی گپ یاد دوست این وای دروغ میگوید سبحان الله حال ده مردم اما قدر گپ زد است اما رحمان و خوشوره گپ زد هم مردم از حق و حلالش طلب کرد برق شما سهمیاتون پلاتون گرفت این هم دروغ چی باید برآمده از حق حلالتون طلب نکنه سمالیات سامانه رو کار بالا گرفت پولی همون سهمی ها با حاجی مرزا کمک کردن که مردم دعوت کردن پول جمع کنن یعنی سهمیه
خرین برقاتون حتی بی پول میشود. گفته سال 2008 و 9 و 10 مردم دعوت کردن. این برق تاجیک سبحان الله 10 مراتب زیاد بالا رفت نرخش. هیچ نفس هم یک تاجیک هیچ نه برق شود. خودی جای هم طرف های ما برق نیست. همه میگن در خانه های تاریک ما شدگیم خنک هست همه جا. من نمیدونم این مردم ما تا کی خاموش می ایستاده باشن. امید داریم که این ظالم یک باره می شود. سلامت باشی برادرم. همین بود مردم شریف تاجیک. ما تنها خدمت میکنیم برای شما که شما آزاد شوین. دیگر نه دل کشغالی وظیفه‌اش بداریم نه دیگرش بداریم. انشالله رحمان ما مردم آزاد که کردیم زندگیاتون خوب می شود. اما در نزد پدر و مادرتان جای کار پیدا میکنید انشالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک آدم در اینجا به نام الکسی خی نوشتگی بود. من به فکرم که در وقت گپ زدن برادر بود خواندمش، یعنی که رفت ولادیمیر 7 سال پیش گفتین که نزدیک شده است، به غیر از کردن یگان کار یعنی که از دست شما نمیاد. شرطان نزدیک شدن مونید برای شما خاک او کپش. یعنی که ما وضعیت و واقعیت و حالتی که میبینیم اگر در یک کشور دیگر باشه، همین شما را من یک چیزتون میگم قبل از اینکه به نتایج قرآنی برسیم. همین زندگی نامه رامانوفا را تماشا کنید. از آغاز به قدرت رسی همین 1598 خب گفتی که با آغاز 1612-13 که یعنی که اولین فرد از عائله رامانوفا آمد به قدرت رسیده یا جوان چی کارها انجام داد در مدتی یعنی که 30 سالی در قدرت بودنش. مثلا یعنی برای یه نمک قیمت شدن مردم خستن و چی قدر کارها شد، چی قدر مشکلات ها بعد از اون کی شد. بعد یعنی که هر یک چیزی که در دولت از طول تاریخ نگاه میکنیم میویم همین است. در تونس چی گپ شد، در همین ظلم هایی که از دوره یعنی که پادشاهان سابق تا دیگر پرزیدنت ها انجام شد، اگر همین کارها را در همون دولت ها صورت گرفت مردم خستن و اون حاکم دیگر کار نکرد. ولی رحمانوف زندانیت کرد، برق تکشت، غارت دوره، یعنی که تهمت دوره، یعنی همه کار انجام داد. 100 سومون 220 سومون پنسیه اوچت همیتیه، یعنی که لوبای ظلم دوره برات تجارتات ازاد گرفت، بیزنسی مردم ازاد گرفت، تمام حالت انجام داد، خانه مردم چپا کرد. یعنی که در رودکی نچی گپ رفته است. آزادی را امروز تماشا کنی اگر میفهمی که چخیل مردم یعنی که در رودکی با کدام مصیبت، همین مصیبت رودکی را ما گپ زدیم گفتیم اخیر آزادی هم نشرش کرد. ولی مردم نخسته ایستن، مردم همونا یعنی که ظلمی که کرده است. این که ما 7 سال پیش گفتیم رنگ همون شرطی که رسول اکرم کرد با مشرکا و یعنی غلبت الروم فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون، یعنی فی بضع سنین، در بضع یعنی در زبان عربی بضع 3 مثلا 5 7 مثلا بود، عربا هم خیلی میدونستن. ولی در 7 سال که وقتی که فکر میکرد که رومیا بر علیه فارسا غالب میآیند، در 7 سال گذشت غالب نشدن. آمدن گفتن که شما شرط تبایی داده. بعد رسول اکرم گفت نه هم در بیضع مدرویه. ولی تا 9 سال همون کار شد. ولی الحمدلله از مبارزه ما 7 سال نگذشت، از مبارزه ما تمامی بیضع سنین گذشته است. یعنی بیضع سنین گذشته است. 2016 17 16 دیگه نهایتش است که مبارزه که من برده ایستم. ولی مبارزه در عموم از آغاز بود و از سال 2015 که مردم برآمدن 16 اینا 10 سالگیش میدرویه. یعنی همون بیضع سنینی که در قرآن گفته است اونم تمام شدگی است. اما و همون خاطر ما وظیفه‌مون انجام داده ایستیم، ما وظیفه ایمانیمون انجام داده ایستیم. ای که مردم یعنی که نمیفهمند یا اینکه حالا هم اطمینان دارن به رحمانوف، پس این با ما یعنی که ارتباط نداره، این با همون فهمیشی
یعنی که ناقصی مردم است، نه اینکه به فهمیش ما یا اینکه نه اینکه به عمل کردیم ما. مرحمت تاریخ رامانوف رو بخون، نام تا روسی مونده کو بخون نگاه که برای یا نمک بالا رفتن، برای یا اینکه پلی میدی چوب بروردن فیودر چیگاپو شد. اون تاریخ بخون مرحمت. اگر همین اویله رامانوف رو بخونی میفهمید که چه در کار نیست. یعنی که صوفیا دخترین چیکار کرد کیرا پیش اینکه پیوتر بشوه چی کارها کرد، چی خیلی خیزش های مردمی با وجود آمدن، چی کارها شد، همه رو مرحمت بخون تو اینکه بفهمی. یعنی ما از پیش خودمون نگفتیم، هم از نگاهی قرآنی بیضع سنین برات بیان کردم، هم از نگاهی مشکلات جامعه‌ای که مردم در تمام بخش‌های مقاطع تاریخ داشتن و چگونه یعنی که در مشکلات عادی همین کار انجام دادن. وقتی که خسری یعنی که پوچو کار انجام داد از مسئله گرفتن زمین‌های مردم و مرازف چیکارها شد؟ ویسیلکا کردن مرازف و مردم یعنی گفت نکشش، گریه کرد که همین استاد ما نکشش، بعد نکشتنش. ولی در اصل بگرد نگاه کنی همه مصیبت‌ها در تاجیکستان انجام شده، ولی که مردم نمیخیزن یعنی ایش با ما مربوط نیست. البته ایره باید ملت مردم بداند. خوب بیننده عزیز گرامی، در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید. 332 لایک و نفرهایی که در نظرسنجی اشتراک کردن 650 نفر، 68% قانون به نفع خود و عائله را، یعنی امام رحمانوف کدام قانون روایت کرده است؟ هر قانونی که یعنی که به منفعت یعنی که رحمانوف است، همون قانون برای رحمانوف مهم است و نیپریکاس نوینس بودن، دست نرسوندن، یعنی هر چیزی که به فایده رحمانوف است، یعنی که رحمانوف همون را دوست می‌داره، یا اینکه زندان کردن مردم بسیاری بعد به یک حالتهای بد قرار دادن، یعنی که رحمانوف چیکار کرده است؟ همین کار را انجام داده است. خب بله. خب اسدالله بوارک خوبی؟ علیکم السلام. خوبی؟ سلامت باشه. چی گفتنی در مسئله قانون؟ همه پیشوای ملت قانون را رعایت میکند بدون یگان تحقیر، بدون یگان گپ، مرحمت گپ زنی. اگر بخوای گپ زنی، اگر یگان سوالای بیعقلی کنی، پس جا لازم نیست. مرحمت برای قانونه. اینجا برای یگان سیسی فویزه، برای یگان نمود خیلی مخالفی گپ نیست. رحمانوف آیا قانونی اساسی را که کفیلش است حمایتش کرده است؟ الله خودش حافظ قرآن است و او را میگه و نحن له لحافظون. الله میگه من حفظش میکنم قرآن ما، سر قانون ما. همین سر قانون حافظش رحمانوف باید باشه. همین سر قانون امام علی پیشوای ملت، اساسگذار صلح و وحدت، آیا رعایت کرده است و حمایتش داره و طبق همون عمل دارن در تاجیکستان؟ مرحمت بفرمایید. خب یکم درجه میتونی که اسلام نو خدا و رسول نگیری، یکم درجه. دیگه درجه البته قانون رعایت است. او شما که در نظر دارین قانون تغییر یافتگی با منفعت ملت تغییر یافتگی، یعنی که همین سرقانون تغییر نخورده، سرقانون تغییر نخورده است. گوش که یعنی که همین قانون پیشوای ملت و منفعت مردمه. بله. چی منفعت داره؟ چون نمیستم پدرت را به چی منفعت داره؟ پدرت را پیشوای ملت مونن، باید پدرت را مونن. یگان کسا نمونن. ما با پیشوای ملت نیاز نداریم. ما گوسپند نیستیم که پیشوای نیاز داشته باشیم. ما گوسپند نیستیم. چون در امریکا پیشوای ملت نیست، تمام دنیا را یعنی که چنگرگ موندگی. برای چی دولت اروپا غارت کسان چنگرگ مونده، غارت کسان خورده سن، غارت کسان ونزوئلا را باید بزنه برای نفتش. ایران فشار میاره که نفت باید بگیره. لیبیا گرفت. امریکا پیشوای یا بر تو میگم که قول محال نکه گفتیم افغانو گوش که من اوتری همه دنیا را کرده است. سوال میای همین امریکا پیشوای ملت داره که پیشرفته است، یا گرمانیا یا استرالیا یا فرانسه پیشوای ملت دارن که پیشرفته گنم دولت‌ها؟ استرالیا، کانادا پیشوای ملت دارن؟ پیش نرفتگی نیستن. ایتورسون قفانه دزدم بگو قبول که دزده بعد ما بگو عیسی دزدیشون پیش رفته که بیا التماس براکت به خدا قسم یک گابزا مردا کی گابزا اوخی نرا چی بگو من یا دینه کی вообще 70 بکش ویدیو تا بکش کی با
بعد ویدیو را چی کردن با یک ساعت دیگه با گفت دیگه چی میکنی ویدیو تا بکش. بله برادر محمد اقبال السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. اوزی Evropa را عزیزمو گذشتگی آیا؟ عزیزمو گذشتگی اسدلو میگه. عزیزمو هم از گذشتگی رفتگی آیا. یگان سوال بچه اسدلو. بله. امی یک سوالت بتیم. با هم سوال گودکی سوال دیونگی بس میگو که رحمانوف پدر ملت آیا چوه که دامی پومیر جنگ شید دواروخ جنگ شید ای پشتی همو چند توجیگ مرد ها زمی ای سمیه همو درکدار هست یا نیست؟ کی مردک؟ سوال با میام یک کی مردک یگان کس مردگی نیست. امیر رحمانوف همه رو نمیدونه که کی مرده است کی زنده ای جنگ گشته است اومد. این رحمانوف را محکم کرده بین المللی را محکم کردن سیلو گرفتن هوایی که به زلال شو گردوندن همو را میگوی مردگیان ای طرف رحمانوف کی پشتی رحمانوف گرفتن همو مرده شدن ای سمیه همو درکدار هست. از کرار دادن از دادن همو رفتن پومیریو را کشتن و قدمش مرد همونو را اویلشون رحمانوف خبر داره. انا یه سوال. بله تا که شما پومیری را کشتن محمد اقبال وقتی سخن میکنی کو بعضی جنایتکارا بگو پومیریو نگو. پومیریو آدمای هستن که در رشد معارف تاجیکستان فعالن. در مکتبای میانه دوشنبه 80% مردم بدخشان. برادر محمد اقبال حاز اینمی امروز پگاه این در تاجیکستان زمستون سر میشوه. امی امام علی یا که رستم چی تر دیده است برای مردم برای زمستونی مردم چی تر دیده کمره بپل کاست سویت پستانی کاست زندان کیس است شکو کیس است کویا بر بگوه که اسدلو اقبال امی سویت تا 2015 پستانی بده. تو سوال جواب بگو با رحمانوف قطعی رستم نه تا 2015 پستانی بده سویت اسدلو میبرورمد من گوش که سوال امی یعنی که تا سال 2015 مصیبت بود نهضت برمد آیا یگان بهبودی شد؟ سوال دته اینه مایلش نهضت بدبخت بود برآورده تاجیکستان چی بهبودی شد؟ اولی که تو 10,000 سومونی شد زنی تو گفتی که پا زندگیش بهتره اوچه و اوتا 10,000 سومونی پنسیه داره چی بهبودی شد؟ پنچوی بهبودی بسیار شد پیشاوی بسیار شد سویت پس شد به نهضت هم بطنم پیشاوی بود. نهضت هم یگان در پیشاوی تاجیکستان یگان فایده آوردگی نیست در حیاتش. نهضت بود که حاضر رشته رو بیا برا بخدا که برادر محمد اقبال بخدا قسم امام علی را کو پروردگار عقل دستش دادگی نیست گیره این عقل دتنش دادگی های عقلش در کم شایده این بخدا قسم اگر عقل میداشت کو عقل میداشت رحمانوف بود و شیشه اولش پروردگار باید مردم ای تری رحمان سیر کنن کو مردم باید انمی تسیر میکرد. بله بعد رحمانوف مردم حوچد میکن ای اصلاح تا تر اولش پروردگار سرنگون نکو اصلاح بس نمیشوه. بله 100%. اول برادر محمد اقبال می نویسن کو ایسوس عملیاتش کی بنویس واسیا کی بنویس اصلاح پریود میگن کو برادر محمد اقبال اصلاح پریود سبک الله برادر محمد اقبال و مردم پریود امام علی درک نداره آدم اصلاح در گرد وناه امام علی چیارن این را داره که دیگه فکر جمع کنی معم کنی تا نک رحمانوف
فقط یا فکر گریختن تکن یا فکر ریشوتکارا تمام. بله اینا برادر محمد اقبال در ما افتاوی گرمی های کو در ماشین ریشوتکادار میبروش در افتاو میمونیش در با پزا. بله سلامت باشی شیرنر. الله با خدا قسم ایتاری رحمانوف نامرد دامی جهان نیست برادر محمد اقبال. بله یگان چوبلوس درمد برادر محمد اقبال سایدینی تیم کن. گپ نیست. این نمیداد سوالش که یکم سوال جواب نداد. اینم تریان هیچ پلوسا. یا سوال جواب نمیتین. خب باش همینجا انشالله گپ نیست. انشالله که چی میکنم. خوب بله برادران گرامی، بیننده گرامی، مادران، خواهران، اگر زنگ زدنی باشید مرحمت، چون که من اون چیزی که برنامه‌ام کو وقتی منم خیلی حال و فعلا کم است، چون کارهای زیاد انجام داده ایستیم، با یک بخش کار میکنیم میفهمونیم تا با بخش دیگر میگذاریم وقت زیاد میگیره. به همون خاطر در اینجا شیشتنی به فایده، منظور به فایده که یعنی اگر صحبت کردنی باشه من گپ ما گفتم برای رحمانوف پروگنوز و اون چیزی که لازم و نیاز برای شرح قانون بود و اون چیزی که قانون چگونه باید یعنی که حمایت کرده شود گفتم براتون و برنامه و اون چیزی که معلومات بود. و اکنون اگر شما خواسته باشید صحبت کنید یا توسط برنامه یا توسط رقم تلفنی که در یعنی که چی است در اکران، اگر با رقم تلفن به شکل نمونده تا حاضره رقم تلفنی و اصلاح خوب دیگر یعنی که باید که حتما بله. خب در مورد اپای که اپای زویر از دنیا گذشته است خیلی بعضی چیزا روان کردگیان بچه در مورد اپای زویر. خب باید امروز پگاه با اونو رحمت الله بمبره اسدالله من قطعی آدمی بازارنی گپ نمیزنم. همین سوالت کردم سوال جواب دادی گپ میزنم قطعی ایتاری بازارنی قطعی من فایده نداره با همون خاطر یعنی که بحث قطعی تو یکم خیلی فایده نداره. لوچی برای پشتی کارت شه من نیاز ندارم با ایتاری بحثایی دمیک سوالت کردن جواب بگو سوالم کردی جواب بد میگم. چی با سوال ما نمی جواب نمیتی؟ چی با سوال ما جواب نمیتی؟ چی سوال تا جواب ندادم؟ چی سوال تا جواب ندادم؟ یک سوال نه سوال نهضت برای چی سه تا نام شالش کرد؟ چی؟ نهضت اسلامی و نام نهضت اسلامی سه تا نام شالش کرد. کو بگو کای نامش ایواز کرد کامرا بگودم ما بفهمم کای ایواز کرد. یکمش نامش حزب دموکراتی بود نهضت اسلامیش کرد. دیمش چی بود چی گفته است؟ حاضی ما حرکت اصلاحات خواهانیم در تاجیکستان میریم حزب اصلاحات خواهان میشیم. چی ایواز کردیم؟ سوال تو پای خانچوی خدا دیدی سوال جواب نمیدی. پیش جنگ شهروندی نام نهضت چی بود؟ پیش جنگ شهروندی در رای سیوز نامش چی بود؟ یا بار گوش کن. وقتی که حزب در وزارت عدلیه ثبت نام میشه او حزب است. قبل از اینکه او ثبت نام شه او حرکت است. می‌دونید حرکت جنبش حرکت ثبت نام نشده در دولت است. فهمو وقتی که در ثبت نام شده وزارت عدلیه حزبی رسمی عمل کننده در کشور میشود. قنچای گوش کن. وقتی که ثبت نام شد حزب بود. وقتی ای تاجیکستان برآمد افغانستان با همون یعنی که حزب نهضت حرکت نهضت اسلامی تاجیکستان دیگر احزاب و گروه ها یک جای شدن اومدن رحمان فچنگرگ موندن. سوال دیگه اکس هوا اینا فهمیدی اکس گوش کن. شاید بدونی بعد دی پوش شدن شوی نام شالی شده با چی نام شده نه نهضت جوانان تاجیکستان درست خب نهضت ما حرکت اصلاحات خواهانم وقتی تاجیکستان رفتم تمام بته علیش دیدن شگفت علیش ایواز دیدن ایواز حزب نهضت اسلامی از اسلام سوی استفاده بردن مردم در بنش و جنگ کردن قربانی دادن کشتن همین خیلی بود نه ایتاری نبود والله دروغ میگم از اسلام سوی استفاده بردن مردم جمع کردن میدان آوردن کشتن همه
امامعلی رحمانوف حزب داشت خودش؟ سوال مرحمت سوال جواب مرحمت اینه امامعلی رحمانوف حزب داشت خودش؟ مرحمت امامعلی رحمان حزب دموکراتیک شد. حزب دموکراتی رئیس حزب دموکرات داشتونه درست؟ این ای احمق ترین انسان در دنیا اگر دو احمق باشه یا تاش همیای اگر سه تا باشه دو تا بس رئیس حزب دموکرات هیچ وقت رحمانوفی پلید مادر به خطا رفته گوری مریم در بگیره نبوده است. رئیس حزب خلقی تاجیکستان با دموکرات نداشت. این توپوی نمیفهمه گپورا. این حزب کی تأسیس داد؟ سوال مرحمت حزب دموکراتی خلق تاجیکستان هم پیشوای ملت هست. دموکراتی خلقی نه توپوی حزب خلقی تاجیکستان بود. این حزب کی تأسیس کرد؟ حزب خلقی تاجیکستان تمام حقیقت حزب خلقی این از چی گرفته شده بود؟ از فرانت خلقی. گوش که توپوی گوش که تو فهمی حزب فرانت خلقی ای خلق گرفته شده. بعد این حزب کی تأسیس داد؟ بعد همی فرانت خلقی برای چی تشکیل شد؟ برای فرانت خلقی نبود. فرانت خلقی عبارت از جنایتکارانی بودند که سنگک سفروف جنایتکار به خاطر ساخت کنستیتوسیونی را یا جنایتکار ساخت کنستیتوسیونی را میخواد که تطبیق کنه. اگه خوب گوش کن گرد چوپان میشوه گرد بس گوش کن انا که امی سنگک کشت رحمانوف امامعلی رحمانوف کشتش قد فیضلی هر دشا کشت نبود کرد. وقتی وظیفه‌اش را انجام دادن دیدن که مریانیت که ای کار میگیرن زد کشت هر دشا. این معلومه ایره تمامی یعنی که افرادی که میدونن آگاه هم میکنن. این جنایت رحمانوف حزب خلقی تاجیکستان کی تشکیل کرد؟ همی در مقابلی همی جنایت مقابلی جنایتکارا در تشکیل شده همی فرانت خلقی. وقتی که سوالت میکردی سوال تا جواب دادم. بس اثرلا سوالم کردی سوال تا جواب دادم. نهضت جوانان نه حرکت نهضت اسلامی تاجیکستان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همش نهضت های. خوب گوش که اثر برای چی رحمانوف حزبش کی تشکیل کرد؟ مرحمت بسر برای کی مردم ملت بفهمن مرحله به مرحله بریم. من بدانم که حزب دموکراتی برای چی برای کمکون که حزب نهضت بود. سوال حزب نهضت بود. من سوالت کرده ایسم حزب خلقی تاجیکستان کی تأسیس داد؟ مرحمت گپ دیگه نره برای فرانت خلقی گپ نزن. تا نهضت سوال کردم سوال جواب دادم. مرحمت حزب خلقی دموکراتی حزب خلقی تو حتی حزب خلقی دموکراتی نمیگوی حزب دموکرات تاجیکستان میگوی. نگاه کن تو پویره در حالتی که حزب دموکرات تاجیکستان کی بود رئیسش؟ مرحمت میتونی حزب دموکرات تاجیکستان برای ما آواز کشیدگی. حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان اول حزب خلقی تاجیکستان بود. این حزب عبدالمجید 20 سال گوش کرد عبدالمجید دوستیوف تشکیل کرد. در کنش دشت زدگی سرش که اگه حاضر میدونی عبدالمجید دوستیوف. بعد از او رحمان گفت همین حزب خلقی تاجیکستان حزب دموکراتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان این حزب دموکراتی نیست. حزب دموکراتی تاجیکستان رئیسش شادمان یوسف بود که چند ماه پیش در وینا از دنیا گذشت. اینا بفهم. بعد تبدیل یافت با یعنی که پلتفرم شد پلتفرم دو تا حزب با دو تقسیم شد. بعد برگشتن اومدن مسعود صابیروف و دیگر و دیگر. بعد از اون محمد روزی اسکندرov رئیس حزب دموکرات تاجیکستان شد درست. بعد از اون سجعفر عثمانوف بود. سجعفر عثمانوف گرفت رئیس حزب هم حزب پیشینه شد گرفت زندانی کرد محمد روزی اسکندرov و هم حزب سجعفر عثمانوف گرفت زندانی کرد. یعنی حزب دموکرات اشتباه نکرد بسولی اشتباه نکرد. این معلومات برای تو هیچ کس نمیتیه. من معلومات دادم گوش کن. حزب خلقی تاجیکستان اساسگذارش عبدالمجید دوستیوف. رحمانوف حزب کمونیست میخواست نمیخواست حزب یگان حزب دیگه. این کمونیست پدن علتی ما در به خطا رفته. گوش کن خوب. بعد حزب خلقی تاجیکستان گام رنگ بیا به ساز گپ زد انمی حزب خلقی دموکرات گوش که من گپ میزنم گوش که بعد میدروی. حزب خلقی تاجیکستان عبدالمجید دوستیوف تشکیل کرد. بعد از اون رحمانوف
گرفتن دموکراتیش موندن با یک حال هزار قطعی توپای فهموندن که باید حزب داشته باشی. بعد از اون گرفتن حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان کردن، خلقیش یعنی که موندن همون دموکرات در دونش کش کردن. اگر نه همون بقایای فرانت خلقی ای که عبد المجید دستوری تشکیلش کرده. این رحمانوف عقل حزب ایتری نداره. وقتی که با یعنی که در پارلمان بود رحمانوف قبل از همین در صفحه 15 حتی برای استقلالیت رحمانوف قطعی محمد سعید عبیدالله و چند نفر دیگه زید آواز دادگین. این گپ در تاریخ ای، این گپی نو نیست ای. اولی که رحمانوف استقلالیت گنجی به‌بهاست میگه این روش سیاه میکنه. نه رحمانوف برای این وطن در استقلالیت کشور یگان کار کرده، نه برای این ملت یگان خدمت کرده که در استقلالیت این زیدی استقلالیت بود. این زیدی دینی این ملت بود، این زیدی فرهنگی این ملت بود. این آدمی هست که قاتل یا جنایتکار یا آدمی که پدلیزی یعنی که پسلدنی پسکوده یگان کسی دیگه نیست. انا که من خیستیس است این مسئله تاسیس حزب نهضت در مسئله چند بار نام عوض کردن یگان نام عوض نکرده است. حزب اول حرکت جوانان حرکت نهضت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یعنی که بود افغانستان با نام هم حرکت با نام هم حزب نهضت فعالیت کرد و احزاب دیگری یعنی که تاجیکستان با او یکجا شدن. اتحاد نیروهای اپوزیسیون اومدن با رحمانوف خوب دیگه چیکار کردن دیگه اوش همه ملت میدونه. و اما خاطر ای پیش خودت گپ نزه، برا بخون دفعه دیگه برا خوب بخون بعد بیو آذرش برا بخون بعد بیو. خب این بیچاره باور که بسیار بسوادن. حتی رحمانوف نمیدونه که گفتی گپو یعنی که چی میگن این آدم این قدر بسوادن الله هدایتشون کنه. خب بله خب اگر برادرانی که امکانی صحبت کردن دارن مادران خواهران امکانی زنگ زدن صحبت کردن داشته باشه دکتر شید صحبت کنید. چون که من یعنی که برنامه تا اونجایی که من اگر صحبت باشه تا 6 ساعت هم برنامه را میبرم مشکل ندارم. من یگان وقت معین برای انتهای برنامه یا اینکه 2 ساعت 3 ساعت هر وقتی که مردم باشن میتونیم که صحبت کنیم، ولی وقتی که نباشن نمیتونم من یعنی که بشینم فقط گپ بزنم چون کارهای بیشتری داریم که باید با اونها مشغول باشم. حالا فعلا کادر بله. سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام. سلام خوبه. سلامت باشی برادر. ما همی برادر دیگه سوال داشتم که همی زیر اعلامیه استقلالیت کی و کدام سال کی امضا گذاشتگه جواب ده. نه بیا بسیار محمد بسیار استغفرالله بسیار پیش پرتاکی کیسه زیر اعلامیه استقلالیت کی و کدام سال امضا گذاشتگه. ما دعوای صاحب استقلالیتی میکنن که استقلالیت هم میگه آوردگه نمیدونه یورا این نمیدونه خی یه بار دیگه درو شرمنده شوا یه بار دیگه درو شرمنده شوا سوال نداره. رحمان فرایش حزب دموکرات است تو پوی کشید بر با وجود بگو شرمنده را پزار کردی اینا میگن که شرمنده را برفتن. قدردین اصلا نوفا ای عقل نداره. قدردین اصلا نوفا با یا وضعیت های بزیب کشتگیان. قدردین گوش میگه کی بودو؟ گوش میگه کی بودو؟ قدردین در زیر اعلامیه امضا کردگی بود و نویسنده او طاهر عبدالجبار و این ملت در مسئله استقلالیت کارهای انجام دادن. موقتا اجرا کننده رئیس شورای عالی انم سال 91 عقل نداره این عقل نداره ایره چیش میگم من ایره وقتی تاریخ نمیدونه اگه من برآمده است اگه این نهضت پرسیده است یا آدمی که یعنی که خیلی چیش بگم دیگه یا آدمی که زیاده 10 کتاب با حرفای با چوب با مقاله‌های اطلسی با ورقهای سفید تاریخی یک تاریخی را چاپ کردگی با ملت دادگی زیاده 1000 کتاب بگم نمیگم خطا نمیکنم نویستگی خودش با فکر اندیشه خودش آخی با یه آدم شوخی که یه چیزش در جد بخند جا آخی بره کیم که گوه پای بیچارگی جبرست بازایش فشاره بشو. الله هدایتش کنه چی بگیم دیگه. الله هدایتش جزاک الله خیر. که هستیم ما تماشا میکنیم هر روز تماشا میکنیم نمی آخی نمی سپیکر اجده داریم براتم ما خیلی هر کس باور نمیکنیم. ما جمله ما دامونیم که هر لاخ پسته باور نمیکنیم. سلامت باشی برادر. رویت شعر رویت نگه که
زنده باش. باشه، سلامت باشه. خوب، بله در مسئله جمشید بچه ها پرسیده ایستند. بله واقعا به وضعیتش بزی باید دیلوی وزمین در پولشک شده گیان. که خداوند عاقبتش بخیر کنه. یعنی که برای چند کارها، برای گروگانگیری، برای یعنی که چیزا دیلوی جنایتیش شده گیان. خب اگه دیگه همین است. وقتی که جنایت کردی پس جواب میگوی. تو او مهم نیست که تو کی چیکار کرده ای، تو روی کی فرق نداره دیگه. باید که جواب تا بگوی. خداوند اگه این ملت صبر بتیه در این کارهایی که انجام شده است. این ملت یگان کاری که باید انجام بتیه ده. بله ماشاءالله برادرایی که از فیض آباد روان کردید معلومات های شما رسید. ما گرفتیم معلومات های شما را. بله بله ای نوحیه تیمور ملک. بله معلومات های شما رسید. انشاءالله که حتما خداخواه ما در آنچه که باید انجام بتیم انجام میتیم خداخواه. خب ولی فعلا دیگر یگان نفر دیگر نیست. بار دیگر میگم اگر امکانی شدن با برنامه داشته باشید یا اینکه میتونید در یعنی که تلفن یا واتساپ زنگ زنید، مرحمت زنگ زنید، حتما انشاءالله که جواب میگیم. ولی در قضیه های دیگر میبینیم چه خیلی که دیده ایسیم یگان گپ و خبر دیگری نیست. خوب در گذاشتن لایک ها 355 لایک و در نظرسنجی 686 نفر در نظرسنجی اشتراک کرده است. قانون های جزایی با زندان کنی ها 33%، قانون به نفع خود و عائله 67%. یعنی که آواز دادن رأی خودشان، مردمی که اشتراک کردن یعنی که آواز دادن بهترین. خوب فعلا دیگر یگان نفر دیگر نیست که وارد برنامه شود. دیگر ما هم برنامه مون از این بیشتر هم ادامه نمیدیم چون که کارهای بهتر، کارهای مهمتری داریم که باید روبروی اونها کار کنیم. هدف ما معلوم است. هدف مبارزه بر علیه رژیم خودکامه رحمان و برد هر راه و هر وسیله‌ای که امکان دارد ما انشاءالله که کارمون باید انجام میدیم. در مورد ایشان قیامالدین پرسیده است که بله ایشان قیامالدین در آغاز با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود و یعنی که بله یعنی که یکی از افراد مهم تا وقتی که یعنی که در قضیه تا حتی برگشتن از افغانستان هم یگان مشکلی وجود نداشت. تنها پس از خب دیگر حادثات معین دیگر اونا باید همتون بفهمه. بله یک شخصیتی که در آغاز یکی از ارتران بهترین و خوب بود در آغاز. این راه همین است. سیزان کمر حکای محمد اقبال سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دیگه نام تا کوشش کم یا نامون با هم یا نام برا، یعنی که هر نام میمونی و خوب نیست هم یا نامون با هم یا نام برا. این بهترین شکل است. سیزان چرا میشه میره و میخرفتن میگردم لو. خب میگریم سری موضوع سیستم کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان دخل پذیر است فقط به یک عائله. هر چی که کرده است برای خودش کرده است. امانوف این کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان در یگان نفر مردم عادی دخل ناپذیره. پس برای که ما در یگان جا از حقوق همون کنستیتوسیونی خودمون استفاده نمیبریم که حفاظت کرده نمیشه. هر چی کرده است اینم یک شهروند عادی بگه که برای موافق قانون از حقوق خودش در یگان مقاماتو برای طلب کنه که من نمی حقوق دارم که چی جواب میگیره از مقاماتو. برای حقوق خودت طلب کرد. یگان که در امی اصل 21 دیده که یگان که طرف از حقوق خودش طلب کرد
و آسودگی خلاص آمد. خواه سرزنش شید، خواه جریمه شید، خواه زندانی شید. چیزی که کرده است جناب رحمانوف برای عائله خود و اطرافیان خودش کرده است. اینا باید همه قبول کنن، همه باید بدونن. 3 سال پرزیدنتی را پایان برد، برای فرزند خودش به قدرت رسیدن. یعنی از همه حقی جنایت نمیدونم دزدی و غارتگری آزاد گردان که یگان چیزی که در تاجیکستان فامیلی جناب رحمانوف میکند با این دخل ناپذیر است. اینا برای خودش کرد. قانون جمهوری تاجیکستان را پیشواخت انتخاب کرد. چیزی که کرده است برای خودش کرده است. اونم یک تا بنا آورد ساخت در نمیدونم از مبلغ چینایی برای او مردمی که در درون جمع میشینن. فقط صدا میکنن و صدای رحمانوف دیگه یگان کار دیگه نیست. برای مردم کنستیتوسیا همچو هست، ما قبولش داریم. کنستیتوسیا جمهوری تاجیکستان کنستیتوسیا دولت ما این نفریم نکی برای یک جزء آدم ها هست دنیا. برای خلق عادی وجود نداره، وجود نداره. برادر فردان پونکتش نوشتگی باشه که تحقق شهروند جمهوری تاجیکستان در حالتی نمیخیلی فشار طرف اومدن میتونه که در مقامات در فلان جو برای در فلان مقامات شکایت کنی، کو برای بر شکایت کنی. نفر برای 200 سومانی زندانش میکنن 25 سال، نفر برای 140 میلیون سومانی میبخشنش. این همیه فرق. این همی باید از کنستیتوسیا از قانون باید مگر نزنه، برای که در ما قانون وجود ندارد. قانون و قانونگذاری برای یک عائله ساخته شده است. فقط همونایی که مخصوص برای همین عائله پیش گذاشته شده در قانونگذاری جمهوری همین را استفاده برده میشن. دیگه با قیمتش استفاده برده نمیشن. همین را میگم قانون عائلویه، کنستیتوسیا عائلویه دنبال. همین که گفتنیم دیگه گپی زیادی نمیزنم. سلامت باشید. الله نگهدار باشه. خوب، بله واقعا همین است و رحمانوف هیچ وقت با منفعت این ملت کار نکرده است. تنها منفعت و شخصیت خودش برای اون مهم بود و هر کاری انجام داد تا اینکه خودش برای منفعت خود و عائلش هر کاری که انجام داد همین بود و دیگر کاری برای این ملت و برای این مردم انجام نداده است و هیچ انتظاری هم ما دیگر از اون نداریم و میدونیم که یعنی که یک شخصی است که اون وظیفش و کارش تنها به خاطر یعنی که منفعت شخصی خودش است. بیننده گرامی 697 نفر در نظرسنجی اشتراک کرده، 363 لایک را بعد 400 برسونیم تا اینکه مردمی که بعد امکانی دیدن دارد و بفهمند که یعنی وضعیت و حالت وطن همین است. پس یک شخصی که یعنی نظارت کننده و کفیل سرقانون است و سرقانون هیچ وقت یک کار نمیکنه که اون عوض شود، ولی اون این خیلی شخص بوده است. پس ما باید بدانیم که در تاجیکستان به قانونیت وجود دارد و هیچ قانون یعنی که برابر یعنی که تطبیق نمی شود با افرادی مثلا دزد و غارتگرای کلان. تنها برای مردم عادی است، تنها برای جزا دادن مردم عادی هست و این دیگر یک مسئله هست که عادی است تا وقت رحمانوف هست این کار ادامه پیدا میکند. خوب بیننده عزیز گرامی، بار دیگر برای برادرانی که امکانی همکاری کردن با اصلاح دارید نویسید. برادرانی از تیمور ملک ما حدودی چند نفر داریم و باز چند نفر دیگر لازم داریم. برادری که از تیمور ملک هستید خوب دیگه فهمیدید نویسید. خوب دیگر مقصد و منظور ما فهمیده. برادرانی که از تیمور ملک هستید نویسید. برادرانی از شوراباد همچنین یعنی که از شمس الدین شاهین خب بچهای کلوب هستن الحمدلله، ولی بازم نویسید. کارهایی که باید انجام تیم ملت این مردم ان شاء الله که ما باید با یکدیگر کارمون انجام تیم. برادرانی که امکانی از امریکا هستید، از نیوزیلند هستید، از کانادا هستید، از هر کجا که هستید تماس بگیرید. کارهامون رو باید ما و شما انجام تیم. هیچ مشکلی برای شما نیست، وجود ندارد. ما ان شاء الله کارمون همه با هم انجام میتیم و مبلغی که باقی موندگی همون 350,000 برای داخل کارمون باید انجام بدیم. ما از داخل هم باشد مشکل ندارد، از روسیه است، از امریکا است، از هر کجای هست تماساتون رو برقرار کنید تا کارمون انجام بدیم، چون که
حالا فعلا باز بعضی از کارهای مهمتر دیگری یعنی که به وجود آماده ایستاده است که باید ما همه با هم یک جای کارمون انجام بدیم. بله الو بفرما الو. خب الو در اومده است ولی صحبت. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. بله سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله بله برادر. الو. بله صحبت کن، صدای شما هست، صحبت کنید. صحبت کن. آقای محمدی با شوجه خوبه سلامت شما. خوبه ما نوستاتف که باید گبزن. خوب برادر گرامی، خودتون احترام داشته باشید همه وقتی که میدروید، یعنی که کوشش کنید که برای صحبت کردن به یک شکل صحبت کنید که همون یک نفری که شما رو گپتون گوش میکند بتوند فهمیدن. من میبرم گپ میزنم اگر با یک شکل خوب زیبا نفهمونم آیا مردم میفهمن؟ نه. پس مردم باید به یک شکلی یعنی که صحبت کنید که همون صحبتی تو بتوند یعنی که مؤثر تمام شه. هیچ وقت یعنی که به احترامی یگون کسی نکنه. کسی میدونه تنایلی چه میگمش که لباس پوش یا کرتا پوش، یا کسی که کشپالیش تگه میگم بخی احترام که بیننده را، احترام که شهرونده، یعنی این احترام کردن یعنی که احترامی خودت است. یک برادر هم بسیار می نویسه نوار اصلاح. برادر گرامی ما در همین اصلاح زیاده از 80 برنامه برای صلح داریم، یعنی منظور در عموم 30 سالگی اجلاسیا یا افلاسیا همراه تماشا که 10 تا نوار برای صلح داریم. تماشا که همونجا بدرو روز ما دایجا برای چی مونه مورا ماتریڅه همون را بدرو تماشا که برای صلح 9 تا نوار 9 تا نوار انیقه باز در موسم های گوناگون هر کجا که میبینی عکس استاد نوری است همونجا را بدرو تماشا که میبینی حتما یعنی که چیز ما دایجا برای چی مونه مشورا. اگر خود تماشا کردنی بدرو یوتیوب تماشاش که اصلاح ما برنامه داریم یعنی که قریب 3000 نوار در اصلاح های تماشا کنه بدرو ما کارمون انجام دادگیم. یعنی خیلی نیست یک ماده ایجاب مونش وقت ببینیش خودت بدرو الوحیده بکو بمونش تماشاش که یعنی خیلی نیست که ما حاضر بگیریم بمونیم. یک گپ 100 بار می نویسی پیشوا. بله بفرما پیشوا. بله رحمان فدایوس. صدا هست؟ صدا من نمیشنم صدا را. پیشوا. خب نیافتیش значит بزیب میکوی. 30 سالگی اجلاسیا و افلاسیا بنویس از او است. صلح یعنی که برای صلح 10 نوار داریم. نیافتن значит بزیب میکوی. همین اصلاح تا کانال دبوزه ویدیو را بجق رفتن بگی پایون 3 سال پیش 4 سال پیش ما فقط کارو تاریخی کردگیم. همون را بدرود بکو تماشا کن ان الله پیداش میکنی حتما و میتونیش دیده یگان مشکلی نداری. در یعنی که اصلاح آبونه شدن شما مثلا مهم هست. به وقتی که شما در تلفن اندروید دارید میتونید که پریلاژن اصلاح هست کچت کنید تا اینکه در تلفنتون باشد هر مطلبی که نشر میشود شما میتونید که در اون یعنی که بخونش مطلب بخورن چون که ویدیو بعد میبره. مثلا ما تا 294 نشر کردگیم نامه ها را ولی برنامه 290 نشر شد. 291 92 93 94 تا 94 ما ویدیو میکنیم که برنامه 300 یعنی که مقالش میبره. با همون خاطر باید شما مثلا که حتما در فکر تماشا کردن باشید. برنامه یعنی که اگر نامه‌تان زیادتر باشد در برنامه نامه مرا علاهیده نشر کنید. مثلا نامه از وحدت عالمی استانسد 2 تا یعنی که مطلب شد 13-1 13-2 مقاله نشر شد یعنی که همه خواندنش و اینچنین اولی ازوج کش نکردم. باید ازوج کنیم چون که کارها زیادتر بود ولی ان شاء الله که باید به همین نزدیکی برنامه عالم اگر عکس عالم شرالیف پیدا کنی کدومی قبل از منتج روان کنید تا اینکه بمونانش در نوار
و هر چیزی که از علم شیرالی در وحدت میدونید، علم استانسا روان کنید، خانه شای، ماشین شای، هر چیزی که میدونید. در مورد یعنی که قاتلان سید اعظم یعنی که امنیت بسیار کارها انجام داده است. میخواد که ما را حیله کنه، فریب کنه. انا فلانیش در مسکو گرفته، انا نامش فلانیه، انا ایش. ما در طریق کارو در کار نیست. ما میدونیم که در اوجا کدام شکل کار رفته است و کدام یعنی که کارها صورت گرفته است. ما منتظریم حتما اون نفرایی که قاتل اصلی معین می شود، قاتل ها ممکن است چند نفر باشن، حتما ما گپ نگفتیم، کارمون انجام میدیم. به همون خاطر هیچ وقت یعنی که فکر نکنید که ما را میتونید فریب کرده در قضیه ها. نه، چنین نیست. ان شاء الله که ما همه کاری که نسبت به قاتلا است، نسبت به افرادی که یعنی که کار انجام دادن، به اونها ان شاء الله به شکلی که امکانی انجام اون کار هست تحقیق میکنیم و کارمون انجام میدیم ان شاء الله. خب 300 یعنی که 30 و چند لایک دیگه برای 300 برای 400 لایک شدن هست و 706 نفر در نظرسنجی اشتراک کرده است. برادران گرامی، در نظرسنجی اشتراک خودتون رو بیشتر کنید، در گذاشتن لایکاتون هم همچنین، در پادپیساسیا با شبکه اصلاح، با تلگرام اصلاح، در نوشتن نامه ها. امیدوارم که ان شاء الله کوتاهی در این قضیه ها نمیکنید و الله سبحانه و تعالی ما و شما را در همه آن چیزی که برای ما و شما مهم هست و امکانی یعنی پیشرفت و امکانی عملکردهایی که ما و شما را در آن موفق میکند، همه با هم با خلوص نیت ان شاء الله که ما انجام کار ان شاء الله میدهیم. پس هیچ وقت در بسیاری از مسئله ها کوتاهی نباید انجام دهیم. خوب بیننده عزیز و گرامی، ما دیگر تا اینجا برنامه‌مون یعنی که به پایان میرسانیم و در آخر دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی همه مصیبت ها را از سر این ملت بگیرد و الله سبحانه و تعالی ما و شما را به عزت، با جلال، با شکوه، با آن چیزی که از ما راضی است ما را به وطن خودمون بر بگرداند و دعا میکنیم که اللهم إنا نعوذ بك من شر الظالمين وكيدهم اللهم رد كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم تدميرا اللهم إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا فاكفينا شرهم بما شئت كيف شئت اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعل بأسهم بينهم اللهم اجعل كيدهم في ضلال ومكرهم في تباب ولا تجعل لهم على السبيل اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام وانصرنا نصرا عزيزا مقتدر يا قوي يا عزيز يا منتقم يا جبار اللهم يا الله اللهم يا الله أجبنا يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك